کمی خودم بینم. نیست صدا نیست. خب کم ترکی نه. با فکرم که این طرف ترک میکنیم. یا که کم ترکی طرف. بچه‌های چت کنی یک بار ببینید اکران مرا دسته. کم ترکی دیگر پیش. اوپس. یک دوسته یک زد درود با رضای دانشمند. درود با شهاب، درود با فوتبال. خب خوش میکنم که یک دقیقه انتظار شاید تا که ما همین پخش مستقیما شروع کنم. عذر زیاد. اوکی. کم تا این طرف بیام. خب نه نشد. خب حاضر چی؟ حاضر میاد صدای ما خوب است؟ Yes. Doskal nagzame to. Hozir man nagzame to bad. Hama afsonavi? Bachoi chat tez sado است. خب چقدر اسم تو باد یا که نمی تو باد؟ دوسکای من. سادو است. اوکی. 11 است. خب. انا آغاز میکنیم دوستان عزیز. من امروز میخواستم درباره یکی از چیزهای خیلی مهم که بسیار از بچه‌ها نوشتن با ما در بعد از نوارها، بعد از پخش مستقیم گفتن که اکای ریزا یک مشکلی است. مشکلی اون است که بچه‌ها دقت کردن نمیتونن. و مثلا با اونها گفتنی هستم که شما تنها نیستید، چون که دیگر آدم‌ها هم این مشکلی را دارن. و بله امروز در این باره صحبت می‌کنیم. ولی من تنها این بار اول است که من خیلی پخش مستقیم با دوسکا کرده شدم. خوش می‌کنم که بچه‌ها چت نویسید که آیا همه چی افسانه‌ای هست نیست، یگان چیز ایواز کنم ایواز نکنم، صدا هست نیست. تست خب کلمات چت ببینیم یک بار دیگر. این خیلی دشوار است کار کردن. میشه آغاز کن. خب این دوستی مهربان من نوشته است که میشه آغاز کن. نکی دوسکا لغز نمیتوه. انیق کامera در رو برو دوسکامون در موندن در کار. آخر ما خود ما برای ببینیم با کنی تست. الهام نوشته است که نمیشه. عذر زیاد بچه های چند.
اثری نو خب اثری نو خب بله همین قش کفایه است خب وزیر چی بله وزیر افسانه بیاست کنی که ایستون بله اوکی خب چی طوری گفتم سمر با چی طوری که گفتم مشکل امروزه که ما داریم همه دوستای آنلاینی ما که می نویسن این دقت است خب دقت و من میخوام امروز درباره دقت صحبت کنم و چرا که دقت مهم است این نو بسته که شما کارگر هستید نو بسته که شما دانشجو هستید نو بسته کسی هستید نیستید با شما حتما دقت کردن مهم است و یک چیزی کلیدی است و بسیار از بچه‌ها میگن که ما میخوایم زبان آموزیم بسیار از بچه‌ها میگن که ما میخوایم که برنامه ساز شویم بسیار از بچه‌ها میگن که ما میخوایم که با ایتی رویم بسیار از بچه‌ها میگن که اکریزو ما میخوایم که تجارت آغاز کنیم ولی مشکل اون است که اونا همگی نمیدونم یک ساعت در بالای یگان موضوع کار میکنن و با همین دیگر نمیتونن ادامه دادن از طرف شبکه‌های اجتماعی هستند از این طرف فیسبوک از این طرف اینستاگرام از این طرف موسیقی حاضر من خود با دقت پریشان کردم با همین ناوشنیکا ولی به هر حال ما میخوام که اینا رو در جا گذارم گوشمانکا و بله من امروز چطوری گفتم دوستان مهربان میخوام که امروز درباره همون 6 چیزی که در حقیقت که با ما مهم بود میخواستم که صحبت کنم و بیاد که اول آغاز کنیم درباره آن که چرا که دقت کردن مهم است یا که مثال ها بیاریم نگاه کنه در سالهای پیش مردم وقتی که به جنگ میرفتن آنها باید که در جایهای جنگ میکردن که همون دشمن آن جایها رو نمیدونست چخیلی که در کتاب خواندم من The Art of War که سونزو میگوید اینا انا که نگاه کنید در اصل 21 ما در رقابت هستیم ما هم در رقابت هستیم تو هم در رقابت هستید دوستی تو هم در رقابت هستید تمام مردم سر زمین نه رقابت هم در تجارت هم در تحصیل هم در بهای خوب گرفتن هم در مبلغ بسیار کار کردن هم در خانه در پایتخت گرفتن و هم ماشین گرفتن در همه چیز همه خلاص ما و تو در رقابتیم ولی اگر که ما شخصا رضا بخوام که با تو در رقابت باشم با ما لازم است که جای نازکی تو را یابم انا جای نازکی امروزه 90% مرد جوان این همین دقت کردن توانستن است جای نازکی آنها و برای مثال بگیریم که ما 1 ساعت کار میکنم خب ما 1 ساعت کار میکنم و تو هم 1 ساعت کار میکنی خب بگیریم این ریزا است خب ریزا و بگیریم که این دیگر دوستی آنلاینی ما است خب دوستی آنلاینی ما خب من 1 ساعت کار میکنم تو هم 1 ساعت کار میکنی ولی اگر که ریزا در اینجا 100% دقت گذاره و تو در این جامعگی نمیدونم 20% دقت گذاری در دست برای مثال تلفن باشد شبکه‌های اجتماعی باشد دیگر من میتونم که
4 صفحه کتاب خونم. برای مثال در یک ساعت یا در یک ساعت 4 صفحه کتاب نه، یا بگیریم بسیارتر 4 صفحه از این زیادتر بگیریم 10 صفحه. خب من 10 صفحه کتاب خواندم میتونم، ولی تو هم با مثل من 1 ساعت داری، ولی تو 20 پاییز گذاشتی شاید کتاب اگه نمیدونم یک صفحه هم با زور خونی، یا اینکه حتی 10 دقیقه هم دقت کردن نتوانی. ولی ما و تو هر دومون 1 ساعتی داشتیم. در 1 ساعت ریزو توانست که 10 ساعت کتاب خوند، تو در 1 ساعت توانستی هم اگه یک صفحه کتاب خونی. و انا مشکل در اون است که همه یا که خوشبختی یا که برکت یا که لعنتش در اون است که همه و هم تو 24 ساعت در یک شبانه روز وقت داریم. ما هم تو هم ایلون ماسک هم مارک زاکربرگ هم یا اینکه عبدالله قربانوف هم 24 ساعت وقت داریم. ولی فرقت آنها از ما اون است که بچه‌ها دقت میکنن در هم 24 ساعت. برای مثال مثال اگر ریزو اگر در یک ساعت 10 صفحه کتاب خوند، مثال آدمایی هستن که در یک صفحه ممکن 20 صفحه کتاب خوانن. یا که اگر که ما در یک روز اگر که 10 ساعت کار کنم دقت کرده، مثال آدمایی هستن که ما میدونیم که البته 14 ساعت کار میکنن. فهمیدید؟ و اما در اون 14 ساعت کار انجام میدن که ما شاید در 40 ساعت کردن نتونم، و در همون 10 ساعت. و انا ماست برای همین دقت این خیلی مهم است. و فهمیدیم که برای چی دقت مهم است. مثلا بچه‌ها چت کردن برای میشه چقدر که ما خیلی بادیس کردیم. در این طرف کامera است، ما این طرف یکون کسی ندیده ایستادم که بایها چی می‌نویسن. و از یک دقیقه که ما ببینیم در چت چی خبر است، با ادامه میدیم قدم به قدم. رفتیم با چت و خب بله خب همه افسانه‌ای همه فهمو چقدر که می‌بینیم الکی 30 کس پیوسته با چت ما. تشکر زیاد با همه شما که پیوسته. ولی ما از شما خواهش می‌کنم که تومه مقبول بذارید تا که با دیگران اینا را یوتیوب پیشنهاد کنند. خب می‌رویم با اولین قدمی که ما میخوام توصیه دادم. این نام دارد خوراک خوردن یا اینکه دایت. خلاص چی خوردن تو مهم است بگیریم. چی خوردن؟ خوراک. خب خوراک. نگاه کنید. اگر که شما در بایو ما اگر در همون پروفیل ما اگر برید من نمی‌شم که ما هر صبح تقریبا طول 2 سال میشود که هر صبح ما 6 ساعت روزه میگیرم. یعنی 6 ساعت روزه گرفتم معنای آن رو دارد که تو ساعت ما ساعت 7 از خواب میخیزم 8 9 10 11 12 1 قریب 6 ساعت کاملا یگان چیز نمیخورم، استعمال نمیکنم. و چرا؟ چون که بسیار از مردم میگن که خوراک خوردن تو را سر انرژی میکند، با قوت میکند، ولی در اصل این درست است. وقتی که آدم بسیار بد خوراک میخورد الکی دیگر دقت کردن نمیتونه. وقتی که آدم بسیار خوراک میخورد صبح دقت کردن نمیتونه. یا که یک از مشکل دیگر این شکر یا اینکه شیرینی است. نگاه کنید دوستان مهربان. البته که شما فهمیدید که هی ریزو تو دکتر نیستی، تو حقوقی توصیه دادن نداری. البته که من با شما توصیه نمیکنم، ولی من حقوقی کانستیتوشنی دارم که از باره زندگی خودم گپ بزنم. و چرا که شکر و شیرینی آدم باید صبح وقتی که از خواب خست استعمال نکند، چون که وقتی اگر شکر و شیرینی استعمال کردی این مشکلی میارد با دقت تو. و با چه بدونم من هفت اگر از خواب خستم تا ساعت 1 اولی خوراک خود من نمیخورم، قهوه ما مینوشم، ولی قهوه‌ای که نداشته باشد در داخلش شکر. البته که تلخ است، بزه است، ولی به هر حال شیرینی باید نباشد. یا اینکه برای مثال سحر از خواب خستی خوراکای بقوت نخور، خوراکای سرغذا نخور که کربن بسیار دارن. و برای همین یعنی این چیزی است که در حقیقت که بگم که ما اونقدر دانش‌های طبی آن رو ندارم، ولی در اصل یک بار امتحان کنید برای یک ماه آینده را
هر ساعت بر وقت صبح خیزید برای 6 ساعت 5 ساعت روزه گیرید کاملا یگان چیز نکنید وزیر خود از ماه رمضان است یا بر امتحان کنید برای مثلا وقتی روزه‌داری خودتون بر وقتی که شما روزه نداشتید و کار کردید تحصیل کردید مثلا اکنون بسیارتر با کارهای ما آفیسر در نظر دارم خوش میکنم آدمانی که شما کارهای نمیدونم کارهای ساختمانی میکنید و کارهایی که جسمانی هستند جسمانی را ما با کار را توصیه نمیتونم با جسمانی ولی تنها با کارهای آفیسر ما در نظر دارم برای تحصیل کردن خب برای تحصیل برای کارهای آفیسی برای مثال نوشتن مقاله ایجاد کردن نوار برنامه نوشتن دیزاین کردن همه کاری که وابسته به کامپیوتر است و بله این درباره دایت خوش می‌کنم شما که یک چند چی نویسید چی فکر دارید بچه‌ها چی فکر دارید بچه‌ها باز ما بچه‌ها برگشتیم خب نوشته است سازای مانده نباشی الهام سلام درود با گرامی چی گپ شید آیپد ایما دیگه کار نمیکنه خب لایف است خب سلام ریزا جمعه بهترین سلام علیکم ریزا سپاس با جمعه فوتبال همه سازای دوام برادر درود برادر گرامی درود برادر خب بخشش 55 60 صحیفه میخونم وقت پس یادم میرود وقتا واو این حرکت که زیبا که این دوستی مهربان ما فوتبال نوشته است سعید جان بله چی نام دارد رقابت کردن با فکرم خوب نیست چرا رقابت کردن فکر نیست رقابت کردن با مقصد نیک یا اینکه البته که همدیگه را بد باید نبینیم ولی رقابت کردن این زیبا است دوستی مهربان یعنی یک چیزی که تو را سر از خوب خیزاند رقابت سالم کردن در کار خب میخونیم سعید جان نوشته است حیوانی رقابت کردن گفتیم چی گپ اینجا کامera دوری شده است بچهای چت شما چی فکر دارید که آیا خوراک خوردن سحر یا بار از زندگی خودتون شما بارش نبود که کاملا 6 ساعت روزه نگیرید ولی 6 درصد کتاب و قریب 6 ساعت کتاب خوندید به یگان دقت کردن بودم خیلی وقت رو که نه برای مثلا شخصا من بود مثلا که هست اگر آدمایی که نداشتن همین یا که داشتن این گونه وضعیت یا که خوراک خوردن ولی باز من میگم که خوراک خوردن در برای اینکه باید سبک باشن ولی ما توصیه نمیتونم ولی این دوست مهربان ما گفته است که رقابت کردن کاری خوب نیست ولی چرا رقابت کردن کاری خوب نیست رقابت کردن خوب است و رقابت کردن در کار بله من گشنه کار کردن نمیتونم محمد اشرالی من گرسنه کار کردن نمیتونم سلام و درود ریزا در حقیقت شکر و شیرینی به سلامتی انسان ضرر دارد تشکر زیاد دوست مهربان من تجیک 07 محمد اشرالی من گشنه کار کردن نمیتونم بچه‌ها کم درک فعال باشید در چت نویسید خواهش میکنم تا که ما فهمم که یگان گپ خبر رفته است از در اینجا بله رقابت کردن کاری خوب نیست خب درباره شکر گفتیم و دیگری چیزی که من میخواستم گفتم مورنینگ روتین اوکی خب رجای صبح یا اینکه رجای روز سلش صبح خب نگاه کنید دوستان مهربان اگر که بسیار از همین آدمانی که در حقیقت که موافقم در حقیقت که همون 0.001% یا که 1% آدمانی سیاره و این باز دخل دارد با دانشجو هم یک بار همین دانشجو رو ببینید که در حقیقت که بهای بلند میگیرن در حقیقت که تحصیل میکنن در حقیقت که ابر قدرت هستن انا همین بچه‌ها رجای روز دارن خب و ها وقتی که از خواب میخیزن در از خواب خیسی و تلفن موبایل نمیگیری کمی ببینم که کی ما پیام نوشته در اینستاگرام یا کی در تلگرام ما رسم را بون کرد یا کی چی خبر چی خب کجا را آب برد خب کیا چیکار کردن خب یا که رفته رسمی گوشتپر دوستان رو در ستوریز های اینستاگرام تماشا نکن چون من بودم برای سال 2020 وقتی کووید 19
ما وابسته بودم با تیک تاک و اینستاگرام. وقتی سر از خواب میخیزم تلفن موبیلم میگرفتم و وقتی با نو آیفون 11 گرفته بودم و همونقدر تلفن ابر قدرت‌تر باشد همونقدر تو با تو آسان‌تر میشه تا که در شبکه‌های اجتماعی باشی. و ما وقتی که از خواب میخستم اولین کاری که میکردم تلفن موبیلی را میرسیدم، تلفن موبیلی را میقاپیدم، میرفتم با اینستاگرام، بگفتم تیک تاک و نوارهای 15 ثانیه را برات یک تا نه این پیسه نیست، دیگرش نه این پیسه نیست. انا این خانم در حقیقت که زیبا اینا با تومای مقبول گذاشتن در کار. بیا کمی شرح نویسیم، کامنت نویسیم، بیا با دیگر دوستم هم رسانی کنیم. نه دوستی مهربان، این کار کاملا خطا است. وقتی که آدم وقتی که از خواب خست اولین کاری که باید کند این جایگاه خود را تخت کردن. خب وقتی که آدم از خواب خست جایگاه خود را تخت میکند، بر روز آمادگی میبیند. پیش از آن که خواب میروید تلفن موبیل تگیر در دیگر خانمان یا اینکه در دورتر من از روی جایگاه. چون که وقتی که همون بودلنیک یا که همون ساعت میگه که هی ریزو خیز از خواب بود، تو از جایگاه خیزی و روی ساعت بله خاموش کنی و وقتی که خستی علاقه یک چند قدم راه که گشتی طریق اتوماتیک تو را بیدار میکنه. و بعدا جایگاه رو تخت کردن نکن. خواهش میکنم چالش برای یک ماه آینده را 21 روز آینده را از خواب خستید تلفن موبیلی رو کاملا نرسید، نقاپید، نکشوید، نه اینستاگرام، نه فیسبوک، نه تیک تاک، نه برای مثال اگر که شما متخصص آیتی باشید شرکت‌های بزرگ کار کنید از خواب خسته در حال مایکروسافت تیمز پست‌های الکترونیکی را نکشو، چون که آنها تو رو خلل میرسونن روزی تو را. برای مثال وقتی که از خواب میخیزی اینستاگرام میکشوی میبینی که یک جور سیل گرفته است. طریق اتوماتیک ما انسان هستیم در آخر روز. خب ما انسان هستیم و دیدیم که یک جور سیل گرفته است. علاقه دقت ما کاملا که با همون انسان‌هایی که در آن سیل غرق شدن میرود. فهمیدید؟ غمگین میشویم. خب دلمون برای آنها رو میسوزد. ولی دیشب پیش از آن که ما از خواب خیزیم ما گفته بودیم که من میخیزم پگاه نمیدونم 30 دقیقه کتاب میخونم یا که 30 دقیقه مدیتاسیون میکنم یا که دو نماز میخونم یا که برای 30 دقیقه ما ژورنال مینویسم، روزنامه مینویسم مثلا درباره خودم، یا اینکه یک 3 ساعت اولی روز رو من میخوام که با خودم وقت گذرونم، کتاب خونم، زبان آموزم، یک نمیدونم کلمه‌های انگلیسی و روسی و اسپانیایی و فرانسوی و اینها رو آموزم یاد گیرم. ولی تو چیکار کردی؟ رفتی طریق اتوماتیک از خواب خسته اولین کاری که کردی اینستاگرام رو کشیدی و خبرها رو تماشا کردی، یا اینکه رسمی دوست دختر پیشینه‌ات رو دیدی که دوست پسری نو یافته است. ولی این کارو نکن دوستی مهربان، این کارو نکن. خب یعنی روزی خود رو درست آغاز کن، روزی خود رو با کتاب خواندن، روزی خود رو با آرامی، روزی خود رو با دانش گرفتن آغاز کن. برای مثال من این روزها قریب باز گفتم که 6 ساعتی کاری خود رو من کار کردم در بالای یک کورسی نوی که این زمان من ساخته ایستان که نمرد ITF کلاسی تاجیکی که برای طول یک هفته اخیر در حقیقت که دشوار بود با ما دقت کردن، چون که من فقط اسکریپت می نویسم. یعنی همین نوشتن یکی از کارهای دشوارترین است برای تمام ایجادکاران، چون که انرژی زیاد رو طلب میکنن. در سر کامپیوتر شیشتن و نوشتن خیلی انرژی زیاد طلب میکنه و ما هر روز قریب 5 ساعت 6 ساعت ما در بالای همین کورسی نوی که خدا خواهد تا روز 15 ماه در نقشه دارم که اون رو نشر کنم نوشتم، یعنی کار کردم. این خیلی دشوار بود و برای همین هر سر قریب 6 ساعت در بالای اون کورس کار کردم و یگان چیز چطور میگفتم نخوردم یا که ننوشیدم تا که دقت ما رو پریشان نکند، شبکه‌های اجتماعی رو ندیدم و بله این کار رو کردم نکار. و برگردیم بچه دوستان مهربان شما چی فکر دارید در این باره؟ در این باره چی فکر دارید شما؟ خب فوتبال 13 21 روز ادامه ده و خدا خواهد اتوماتیک میشود. دیسیپلین با قوت باید باشد. 100% سورو. برادر اینستاگرام شما رو چیکار ببین کارو من در اینستاگرام هستم ولی نیستم. یعنی چی طور؟ تشکر از وقتی که نگاه کنید بچه‌ها، من با شما وعده می‌کنم وقتی که ما از اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک دور رفتم
زندگی ما کاملا عوض شد. شما نمیدونید ما از سن 13 سالگی ما وابسته بودم به شبکه‌های اجتماعی چون که ما کودک بودم که الکی ما آیپد داشتم در سن 13 سالگی ما الکی ادناکلاسنیکی در ما فعال بودم. تو شما نمیدونید ادناکلاسنیکی این خیلی مشهور بود در اون سال 2013 ما الکی ادناکلاسنیکی داشتم الکی با بچه‌هایی که در روسیه بودن صحبت میکردم و این مرا همون دقت این مرا وابسته کرده بود به شبکه‌های اجتماعی. ولی این دشوارتر شد در سال 2020. سال 2020 خیلی دشوار شد چون کووید 19 اومد و ما را در خانه شینوند و بسیاری وقتی ما با همین شبکه‌های اجتماعی را با همین اینستاگرام و تیک تاک را خب و انا حاضر سبب که ما امروز اینقدر درس را آموختم و امروز ما به هر یک بچه‌ها به هر یک دوستان آنلاین میگم که دوستان مهربان از شبکه‌های اجتماعی دور روید، از اینستاگرام دور رو، از فیسبوک دور رو، از تلگرام دور رو، از این شبکه‌ها چون که اینها دقت شما را پریشان میکنن. اینها را برنامه‌سازان یک خیلی نوشتن که شما را به درجه ماکسیمالی در این پلتفرم نگهداری کنن و آنها میلیون کار میکنن. همون بلاگرها میلیون کار میکنن، ویدیو سازان مبلغ کار میکنن از دقت شما، از توجه شما. و بسیار از بچه‌ها میگن که اکریزا ما در 15 ثانیه ما انگلیسی می‌آموزم. ولی ما فکر میکنم که این دوست مهربانی ما خودش فریب میکند. یگان کس رو فریب نمیکند، خودش رو فریب میکند. فهمیده؟ فریب. چرا خودش رو فریب میکند؟ چون که یگان انسان در 15 ثانیه نمیتونه. ممکن که تو یگان جینیس باشی، خیلی نابغه باشی که در 15 ثانیه یگان موضوع را درک کنی. ولی امروز چنان دشوار است دقت کردن که در 15 ثانیه نمیشه درصد دقت آموختن یگان چیزا. دروغ است، این فانتاستیک است، بهانه است این رفتن در اینستاگرام برای 15 ثانیه ما انگلیسی می‌آموزم. برادر ما از سن 16 سالگیم این حاضر 23 ساله هستم تا به امروز انگلیسی ما به درجه فانتاستیکی تا حال من نمیگم که است. در حالی که من انگلیسی را خیلی زیبا میدونم، در حالی که من قریب طولی 5 سال اخیر ما کار میکنم با این زبان. این زبان مرا نون میدهد در شرکتایی که ما کار کرده هستم. ولی برای من لازم بود 10 سال تا که این زبان آموزم. تو چی فکر میکنی 15 ثانیه که با اینستاگرام میروی برای هر روزه تو انگلیسی میآموزی؟ نه، این دروغ است، این فریب است. این کارو نکن. خود یاد اینستاگرام را نابود ساز. ولی تو میتونی که در اینستاگرام ویدیو ایجاد کار باشی و اون رو برای تجارت استفاده بری. این یک جای بدی نداره. برای مثال وقتی که سال 2021 من اینستاگرام داشتم که نام داشت ریو بیف، اون رو کاملا نابود ساختم. و بعداً یک سال دور رفتم چون که من باید دیپلم نوشتم در سال 2023. بله در سال 2023. از 2023 یک سال دور رفتم از همه شبکه‌های اجتماعی. نابود کردم تیک تاک رو، نابود کردم اینستاگرام رو، کاملا از ریشه‌اش نابود کردم فیسبوک رو، نابود کردم ایما و همه برنامه‌ای که بود. تنها یک برنامه را داشتم که آن بود در آیفونم بود ایپانه. در آیفونم بود برنامه فیس تایم. خب فیس تایم. و سال 2019 وقتی که با دوشنبه رفتم با مادرم آیفون بردم و همین برنامه فیس تایم رو در اون نصب کردم چون که برای من آدمی از همه مهم برای من در زندگی من این مادرم است. و من نخواستم که اگر که برای مثال با دوستانم برای یک سال برای مثال صحبت نکنیم یا که با نمیدونم با همکورسانم با اینها یک جای بدی ندارد، ولی با مادر حتما صحبت کردم در کوبا و من برای این فیس تایم رو نصب کردم. و فیس تایم زیبا است که در اونجا نه استوریز است، نه لایک است، نه همرسانی است، نه شهر است، نه یگان چیز. تنها میگیری با مادرت روی رو زنگ میزنی و صحبت ویدیویی میکنی. و این کار بود که من کردم و خواهش میکنم شما همین خیلی آدمایی که در حقیقت که نزدیکن در حیاتون یک راه رو یابید که با اونها با طریق برنامه‌ای صحبت کنید که دیگر آدم‌ها شما را خلأدار نکنن. و این کارو من کردم و در این طول یک سال زندگی من عوض شد. چی خیلی عوض شد؟ وقتی که من از شبکه‌های اجتماعی دور رفتم وقتی زیاد داشتم توانستم که دیپلم رو نوشتم. دیپلم رو نوشتم، حمایه کردم، برنامه موبیلی نوشتم برای دانشگاه که در اونجا مردم چت داشتن و صحبت میکردن. خب آموختم
یک شرکت دیگر رو در تابستان بعد ختم دانشگاه در دو شرکت کار کردم. هر ماه قریب ما 16 ساعت هر روز قریب 16 ساعت ما کار میکردم و این فانتاستیکا بود. این در حقیقت که زیبا بود، چون که در طول همون 2 ماهی که ما کار کردم مثلا اینش $1000 آمریکایی پرداخت میکرد، اینش قریب 1500 قریب 3000 ما درآمد می‌آوردم. البته که باز 3000 یورو ما اندازه می‌سپردم. ولی بعد اون که مثلا ما شرکت ترک کردم، بعدا ما آغاز کردم باز مثلا itomuz.com itomuz رو آغاز کردم. الکی از این ما شرکت ساخته ایستادیم، مثلا مقاله نویسی رو آغاز کردم، مثلا در یوتیوب 1000 ابونتی جمع آوری کردم. بعدا در ماه دکبر به خلاصه اومدیم که وقتی که ما شرکت ساختم، مثلا بچه‌ها در شرکت ما هستن، اکای زلفیخور هستن، امیری هستن، ما هستیم، بسیار بچه‌ها بودن در گذشته و اونها گفتن که بیا ریزا با اینستاگرام و فیسبوک تیک تاک برگردیم، ولی شخصا خودتون نباش در اونجا. یعنی زمان ما برگشتیم، ولی من شخصا با سوال شما جواب میدم، در اینستاگرام ریزا گفت خودش نیست. اگر که باشم هم شاید در یک ماه میرم و میبینم اگر اون چیز مهم باشه، ولی بسیار وقتا بچه‌هایی که هستن در دسته سودا یا که در دسته خدمت به میزوجان، اونها با آدمانی که در حقیقت که میخوان نوشتن صحبت میکنن و من بچه هستم که بسیارتر با ایمیل با پست الکترونیک کار میکنم و باز بسیارتر با مردم صحبت میکنم. در اصل مثلا اگر دوست اگر خواهد که با ما صحبت کردن، روی راست میگیرم زنگ میزنم با او، بیا فیس تایم صحبت کنیم، بیا صحبت ویدیویی کنیم. چی لازم تکست نوشتن و نمیدونم باوای ویدیو روان کردن و باوای یگون ریلز روان کردن و این همش بی‌عقلی است، این همش وقت‌گذرانی است. حیات خیلی کوتاه است برای کار کردن دوستان عزیز، حیات خیلی کوتاه است. و برای این حکایت ما بود وابسته با شبکه‌های اجتماعی، وابسته با رجای روز. درباره رجای روز گفتیم تا اینجا بیاز در جنایستون درباره چی گفتیم؟ درباره دقت گفتیم. خب دقت درباره خوراک، خب درباره خوراک گفتیم، درباره دقت گفتیم، درباره رجای روز. خب درباره رجای روز باز ما با چت برمیگردم و کنی ببینیم که بچه‌ها چی نوشتن در چت. دوستان چی نوشتن در چت؟ خب 42 کس تماشا دارد. اوکی، بالاتر خونه برادر بچه‌ها نوشتگن. خب سهراب حتما امروز سر میکنم، ان شاء الله میشود حرکت میکنم. تشکر زیاد. خب یک خواهش امکانیت باشد همین افیل سخنرانی کرد. دوستی مهربان هر یک پخش مستقیم ما برای همه دوستان من تا ما با وعده دادیم با خودم که حتی ریزا گفت اگر که 80 ساله شد و 80 سال عمر دید و این دنیای فانی رو ترک کرد، پخشای مستقیم ما هرگز نابود نمیشوند، یگان نواری ما نابود نمیشوند. با شما وعده میتیم که چی گپشی در حیات ما هر یک آن رو من حجت گذاری کردم تا به امروز و یگان توی آن رو من نابود نمیکنم، چون که من از سال 2017 اینجا نمیخواستم ویدیو ساز باشم. این چیزی است که من لذت میبرم با مردم درس گفتن، همون تجربه زندگی خود رو با دیگران هم رسانی کردن، این هم دوست می‌دارم. ولی متاسفانه سال 2017 2018 2019 تا سال 2020 مرا شکستن مردم. این همین گوشچپرای آنلاینی مرا شکستن، گفتن هر گپ گفتن مرا، گفتن که نوارات بزه بسن، تو هیچ نمیدونی گوشوی تو چپر است. ما از برای این کلمه گوشچپر مشهور شده است. باز مثلا خانگی‌ها، دوستان، والدین، مردم گفتن که نک نمی‌کرده، لازم نیست و منم رو افتاده شدم. از سال 2017 تا سال 2020 وای وبنامه یوتیوبی که داشتم نابود. حتی ما فوتبال شو داشتیم که در اونجا با بچه‌ها درباره فوتبال صحبت می‌کردیم. ما با ولاگ ها می‌کردیم از نوحه خودمان از دوشنبه، ولی همه اینا رو من نابود کردم. برای چی؟ برای گپ مردم. انا امروز بعدا میتونیم که هر یک پخش مستقیم ریزو میبراید هرگز نابود نمیشوند. همه اونها در همین وبنامه میمونن برای نسل آینده. را کسی که میخواد تماشا کردن نوارهای من کاملا رایگان هستن در یوتیوب. دوستان مهربان تماشا کنید و این نوار هم نابود نمیشود. برای همه شما این رو نگهداری میکنم. مثلا حاضر من میدونم که شاید شما کار نباشید، وقتتون نباشد، چون که جای مدت ساعت دیگر از جای شما ساعت دیگر شاید شما از امریکا باشید، از امریکای لاتینی، باید از استانبول، از پترزبورگ، مسکو، دوشنبه، خوجان، کولاب، ختلان، از کجای هستید نیستید، جای شما در وقت دیگر خیلی است. نظر با مثلا سبب نظر با وقتای ما سبب که من rizagiev.com دارم، itomuz.com دارم، اون است که من میفهمم که با تاجیکانی تمام سیاره زمین که انا همین حرفی کلیک رو میفهمن و زبان من رو میفهمن با آنها محتوا ایجاد کنم. و خوش میکنم دوستان مهربان من تاجیکان سیاره این نوارها هرگز نابود نمیشوند
و کاملا خاطر نشوید. خب میروم با دیگری موضوعی که من میخواستم گفتم. با دیگری موضوع که خیلی مهم بود. خب حالتون قاقشید. خب یک چیز دیگر میگن فکرها. خب فکرها و محیط. خب فکرها و محیط. نگاه کنید دوستان مهربان. فکرها دو نوع میشود. فکرهای نگاتیو پوزیتیو یا اینکه منفی و مثبت. همین خلاص. و ان همون محیط هم میشود نگاتیو و پوزیتیو، مثبت و منفی. تو باید ان همین خیلی مهم است. همین فکرها و محیط مهمترین فکرانی یا که مکان است برای بودن. اگر که تو فکرها همین سری تو معنی سری تو ابرقدرتترین قسمی تو است. تو میدونی معنی سری تو ابرقدرتترین قسم انسانیت است که تمام کارهای تو از همونجا وابسته است. تمام عملهای بد میکنی، تمام عملهای خوب میکنی، تمام کارهای ابرقدرت میکنی، از همین فکرهای تو مهم است. آغاز میشود همه کار. و اگر تو از خواب خستی و نالیدی که امروز بود هوا بزیب است، امروز زندگی بد است، امروز ما کار باری ما خوب نیست، خب امروز بلا 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 بهانه وسوسه همون روزی تر هم که بد میکنن. همین گفتی که من آدمی بد هستم، بد میشوی. یا وقتی که ما صحبت میکنم، من یه درباره خودم چیز سخنرانی خوب گام میزنم. بله من این کارو کردم میتونم. مثلا افسانوی ترین از همین جا آغاز شدگی است. یعنی افسانوی معنی اون رو دارد که همه وقت خوب، زیبا، انرژی، یعنی قوه خوب آورن در کار، قوه بد آورن در کار نیست. چون که دنیا و همین سیاره زمین 8 میلیارد آدم است و 8 میلیارد آدمانی بد در داخلش بسیار دارند. همین بسیاری از همین آدمانی بد هستند، فکرای بد دارن. خب مردم بد میبینن، رقابت بسیار است یا که رقابت‌های بد و فکرای بد هم زیاد است. برای همین خواهش میکنم که باید که ما کار کنیم که فکرهای خوب داشته باشیم و وقتی که فکرها که خوب شدن با کارهای زیبا تبدیل میشوند و بعد میرویم با محیط. خب حیات خیلی کوتاه است برای یک کس بد دیدن و یک گپی بد گفتن. حیات خیلی کوتاه است. پگاه ببینی 80 رفتی، این کار خوب نیست، نکن این کارا. و محیط چرا محیط مهم است؟ چون که میگن که با ماه شوی، با دکشینی سیاه شوی. اینا همون آدمانی بزرگی ما، نیاگانی ما، آدمانی که در عصرهای 16، در عصرهای 7، 8، 9، 10 ابرقدرت بودن، دانا بودن، سعدی و سینا و فردوسی و آنها با ما بسیار سخنان و پندهای زیاد موندن. و همین با ماه شوی، با دکشینی سیاه شوی، این معنای خیلی هم چخوره داره. برای مثال یک دوست داره که دوستی تو انگلیسی را نمیداند، دوستی تو زبان آموزی را بد میبیند، دوستی تو تنبل است، گوش چپر است، شلک است، فکرهای بد دارد، یامور منالد از زندگی، یامور میگه که ای وای دوست دختری ما بد بود، ای وای دوستی ما بد است، ای وای همکاری ما بد است، ای وای معلمی ما بد است، ای وای دانشگاهی ما بد است و یامور بد است. یعنی خودش بد است در اصل. انا از این گونه آدم ها میتونن در عائله باشن، در خانه باشن، در دولت باشن، در جامعه باشن، در شرکت باشن، حتی در دسته فوتبال باشن. چون که من کاپیتان دسته بودم در سالهای 2016 و ما داشتیم این آدمانی بد رو، فکرهای بد داشتن. انا از این گونه آدمانی بد تو آیا را بد نمیبینی، تو آیا را سخنانی بد نمیگویی، از آنها دور میشوی، تنها از آنها دور میشوی. خب دور میشوی. تو گفتم میتونی که ریزا ما برادر دارم، برادری ما بد است، از وی دور شوم؟ بله از وی دور شو برای یک مدت دراز. چون که دوستی مهربان تو یک بار امتحان میکنی، یک بار کارو یک بار باید میفهمونی، مقصدهای تو خودم میفهمونی، ولی آنها همه وقت بهانه میارن. مثلا زمانی خودشون با زبانی تو مقایسه میکنن،
زندگی خودشون با زندگی تو مقایسه میکنن و میگن که تو ما همین کار نتونستم تو را نمیتونی. ولی اینو درست است، چون که آنها در دیگر زمان زندگی کردن، اما در دیگر زمان زندگی کردن. خب آنها در دیگر زمان زندگی کردن، ما در دیگر زمان زندگی کردیم. برای مثال بیا گیریم که معلمی تو در مکتب با تو میگوید که تو امروز برنامه‌سازی ابرقدرت نمیشوی، چون که من نشدم، من امروز تنها معلم شدم. میگم همین خلاص این گونه معلمان بسیار هستن، ما دیدگی هستم ولی نه همه. ولی وای معلم فکر نمیکند که وقتی که وای دانشجو بود سال 2008 بود یا که سال 2000 وای دانشجو بود، ولی ما امروز در سال 2024 دانشجو هستیم. 24 سال فرقیت است از زمان معلم تو با زمان تو. 24 سال فرقیت است. ما نتونستم تو را نمیتونی. در وقتی ما این چیزا نبود باید که تو را نداشته باشی. در وقتی تو ما کامپیوتر نداشتم تو کامپیوتر را چیکار میکنی؟ یعنی این گونه آدما خیلی زیاد هستن. معلمان هم هستن که مثلا وقتی که میگم میزنی که معلم ما باید تکنولوژی اطلاعاتی را خوانیم، کامپیوتر داشته باشیم، با اینترنت پیوست شویم، برنامه نویسیم، سیستم را وصل کنیم، آموزش دیگر شود و میزند که اگه توی وقت ما آموختیم. ولی وای نمیگه که 24 سال سپری گشت. 24 سال این مدت خیلی هم دراز است. حتی توپک 24 سال عمر دید، یکی از رپسرهای مشهور. شاید که تو 24 سال عمر بینی و دیگر عمر نبینی، شاید که عمر تو دامینجا تمام شود، با همین مردی رفتی. معنی رو ندارد که تو کامپیوتر داشته نمیتونی، معنی رو ندارد که تو سیستم ریواز کردن نمیتونی، معنی رو ندارد که تو با تاجیکی یگان محصول ساختن نمیتونی، معنی رو ندارد که تو یوتیوبر تاجیکی نمیشوی، معنی رو ندارد که تو نویسنده تاجیکی نمیشوی، معنی رو ندارد که تو دنیا ریواز کردن نمیتونی. تو میتونی. خواهش میکنم هرگز نگذارید که همین آدمانی که 24 سال پیش دانشجو بودن امروز با ما و تو گپ زنن که در دوری ما چیز نبود تو هم باید نداشته باشی. نه، او آدما قطعی او آدمایی گپ میزنند که کاملا نمیفهمند، نآموختند، نمیدونند، از همون خانهشون بیرون نبرآمدن و امروز ما و شما را گپ میزنن که در اون وقت زمان دیگه بود و این وقت زمان دیگر است و ما و تو باید اون کاری وضع کنیم. خواهش میکنم که اینا فهمید محیط و فکرها. محیط و فکرها. چی فکر داره دوستان عزیز؟ چی فکر داره بچه‌های چت؟ در چت نویسید. خواهش میکنم. من میخوام که اندیشه‌های شما را فهمم. من میخوام که اندیشه‌های شما را فهمم. بچه‌های چت اندیشه‌های شما. اندیشه‌های شما، اندیشه‌های شما، اندیشه‌های شما. اندیشه‌های شما. اندیشه‌های شما بچه‌های چت اندیشه‌های شما. خب در بهترین کار میکنی دوام ده. مردم هرچی گفتن میگیرند. من هم اول اهمیت میدادم، حاضر باشد اهمیت نمیدم. دوام ده برادر. البته دوست مهربان گپ ندارم شیر بچه، گپ ندارم دوست مهربان شیر بچه. عمر ایتی حالی 4 ساعت دیگر وقت هست برای روزا شدن در جای ما. خب گپ ندارم با پیش. تشکر زیاد دوست مهربان. خب عزیز الله. Hey, what's up guys? Hey buddy, thanks for coming in, thanks for joining my life. اومد سلام اکیزو. اگر از سری 18 سالم بوده تاجیکستان رو ترک میکرده نمیکردم. اگر از سری 18 سالم بودم تاجیکستان رو ترک میکردم یا که نه. اگر در دوشنبه زندگی میکردم شاید که نه، یا که در خوجند زندگی میکردم شاید که نه. برای مثال در شهرهای کلانتر، مثال در ناحیه دوردست نیو، برای مثال عادی دوستان مهربان، من 10 سال حیاتی من در گوسپندچرانی بود. 10 سال حیاتی من از سن 1 سالگی تا 10 سالگی را من در گوسپندچرانی بودم. اکنون 8 سال دیگری حیاتی من در دوشنبه بود، بیاگیریم در ناحیه رودکی بود. در مکانی بود که در اونجا اینترنت بود و کامپیوتر بود و مثلا سپاس با برادرم، سپاس با خانه، سپاس با مکتب، سپاس با همون اطرافی که ما بودم، مثلا ناحیه‌مون و کشور و دولت و عموما سپاس با آدمان اطراف. چرا سپاس با اونها؟ چون که اگر که برای مثلا خانگی‌های ما
در دوشنبه خانه نمیخریدن و ریزای 10 ساله را در سال 2010 با دوشنبه نمی آوردن، اناکنون ریزا هرگز درباره کامپیوترها معلومات نداشت، درباره آیتی معلومات نداشت. شاید که تازه ما گوسپانچران بودم. یعنی شما خوش بکنید چرا فهمید یک خلا امروز $100,000 آمریکایی درآمد دارد و میگه که هی تا جایی که ما رسیدم همش سپاس به خود ما است. ولی وای نمیدوند که پدر، مادر، برادر، اپا، معلم، مکتب این مردم هم برای وای مهنت کردند. خب برای وای امروز نان دادن، آب دادن، لباس خریدن، مکتب بردن، نگاهبین کردن و یا مهم هستند. و 8 سال دیگری که ما در دوشنبه زندگی کردم که مثال دانشگاه دوشنبه ما برای المپیاد تیاری رفتم. خب مثال دانشگاه آسیمی ما میرفتم، یک معلم ما را درس میداد. مرکزی کنج آمریکایی ما میرفتم برای آموختن انگلیسی. خب معلم ما داشتن در نویر که ما را انگلیسی درس میداد. در مکتب سپاس با معلمه ها. خب یعنی اونها هستند دوستای مهربان، اونها چی کار نکردن امروز ما و تو تا کجای هستیم نیستیم، سپاس با اونها هستند. ولی در سالی که ما زندگی میکردم در دوشنبه در تاجیکستان، ما میتوانستم که در تاجیکستان زندگی کنم در وقتا. ولی ما تنها میخواستم که بیرون روم، یعنی بیرون رفتن معنی اون رو داشت که من میخواستم که با مردمی نو شناسی شوم، با تکنولوژی نو شناسی شوم، سطح زندگی نو، محیطی نو، آدمانی نو. و این آمدم ما خب فهمیدم دانستم. ولی اگر که باری 18 سالمه بودم امروز در سال 2024 اگر ریزو گفت 18 سالمه بود و در دوشنبه زندگی میکرد یا که در خوجند، چون من در خوجند نبودم شخصا، در کلاب نبودم، در اسفاره هم نبودم، مثال شخصا خودی من نبودم. ولی سال 2022 ما اگر نوارا تماشا کرده باشه یکی از میدان ها ما رفتم تماشا بازی خوجند رو، چون که ما فوتبال خیلی هم دوست میدونم و خوجند رو دستگیری رفتم، دستگیری فوتبال و خوجند در حقیقت زیبا است. و برای مثلا شخصا من در خوجند پسند از زندگی و اگر که خواهم زندگی کردن در همین دو شهر میخوام زندگی کردن که در حقیقت که با ما پسند است. این مثلا امروز اگر که امروز باشد امکانات زیاد هستن، این دوشنبه است و خوجند است، چون که امکانات زیاد هستن. و اگر که در این دو شهر زندگی میکردم و میخواستم که متخصص آیتی شوم نمیرفتم، ترک نمیکردم. یا که اگر هم میکردم برای 6 ماه، برای 1 سال، برای مثلا برای 6 ماه میرفتم. اگر که خانگیمون میلیونر میبودن، صورت حساب در میلیون میداشتن، میرفتم با ترکیه، میرفتم با نروژ برای 3 ماه، میرفتم 3 ماه دیگه برای مثال تجربه آموزی در امریکا میرفتم، برای مثال آلمان میرفتم، که دولت‌های آسیایی با مثل ژاپن و چین میرفتم. ماکسیموم برای 1 سال بعد از ختم مکتب میانه اگر که مبلغ میداشتم و 18 سالمه بودم، دوشنبه رو تنها برای 1 سال ترک میکردم. میرفتم میآموختم، تحصیل میکردم و بعد هم برمیگشتم. چون که در ساحه‌ای که ما و تو میخوانیم همه چیز خالی است، بازار خالی است. و البته در طول 1 سالی که من سیاحت میکردم، البته که زبان انگلیسی رو با درجه ماکسیمالی میآموختم. ولی حاضر ما تو بهانه کردم میتونیم، بهانه هم نه، این حقیقت تلخ است که ما نداریم معلومات به زبان تاجیکی. ولی اگر زبان انگلیسی را دانیم، دوشنبه خوجند افسانه‌آورترین مکان میتواند بودن برای تحصیل کردن. مثلا پدر اونجا بابا واسه از وضعیت اویلوی از میربون، هر یک اویله هر گونه است. پدر و مادر باید با تو کامپیوتر خرن، تو را از خانه نرانن، آب تیان، نان تیان، اجاره پولی نسپاری. از من اجاره پولی میسپارم برای نخونم. خب پول اینترنت میسپارم هر ماه، مصرف ها دارم. ما کامپیوتر ما سوپر کامپیوتر است، اینقدر قوه برق میگیرد. برای مثال این چیزا مهم هستند، خواهش میکنم چرا شما فهمید. و این گوناگار شرایطی را که ما می‌داشتم، پدر مثال مادر برادرها خانه اگر مرا میکرد پیشنهاد میکرد، البته که همین 1 سال سفر میرفتم، بعد بود دوشنبه یا که در خوجند زندگی ادامه میدادم، زندگی همین تحصیل ما. اما با شما وعده میتونم که حاضر ما بسیار بچه‌ها خط شناسیدم از تاجیکستان، از دوشنبه، و آنها کار میکنن با همین شرکت‌های بزرگی که من مثال کار میکنم و از خانه کار میکنم. من از خانه کار میکنم، مثلا شرکت‌هایی که در اروپا هستن، در آمریکا هستن و بسیارشون خودشون شرکت‌های خودشون مثلا گاز ما هم شرکت خودمون میسازیم که نام دارد itamuz.com و از همین کورس IT پلاس تاجیکی که من آماده کرده ایستادم و این رو با صفتی خیلی زیبا، با صفتی کسبی، با مثل با مثل پروفسورایی که در یودمی هستن و در هاروارد استنفورد هستن با هر گونه موضوع. و خدا خواهد روز 15 ماه من اون رو در سامانه itamuz.com نشر میکنم. ولی همین کار رو
من میتوانستم که از دوشنبه هم انجام دیم، از خوجند هم انجام دیم. یعنی با من لازم نیست این منطقه. این طول 4 سال اخیر من از خانه بیرون نبرآمدم و مثل ربات هستم. ولی اگر که در آنجا بودم هم افسانه‌ای بود. برای همون خوش میکنم که این هر کس وضعیت هر خیلی است. یعنی تو باید وضعیت بینی، مبلغ بینی، پدر مادر و دیگر. و بله درباره دقت خورو. ولی من میخوام که باز با چت برگردم که بچه‌های چت چی میگن. خب بله استرافشان. خب دانشجو رو میگم نسبت مشروف چی گفتنی هسته؟ دوستی مهربان این قانون با من ربطی ندارد. خوش میکنم شما وقتی که من سوال میتید مشروف را نبیارید، قانون ها را نبیارید، خب برای مثال سیاست نبیارید، دین نبیارید، خبرها را نبیارید. من متخصص در این سوال نیستم و با من این ربطی هم ندارد و من در این باره صحبت هم نمیکنم. این برای من مهم هم نیست. شما بدونید تنها مقصد ما در این وبینارهای یوتیوبیان است که با شما تجربه خود را گفتن نکن. این هم مسئولیت آدمانی مسئول دارن. مشروف کردم ما اداره نمیکنم. رو از آدم میپرس که مشروف کرده اداره میکنه. گفتن که چرا که ما مشروف کردم؟ من پروایی ندارم که کی چی میگه، چی میکنه، مشروف میره یا کی نمیره. من مقصد من تنها یک چیز است. با دوستان آنلاینی فهمانیدن دانش خود، علم خود، مهارت خود. خوش میکنم که اینا باید ما و شما کنیم. خب بله دوستی مهربانی ما چی نام دارد؟ مهاجر راست میگوید سوالای درست دیده مردم. چون که باز من گفتم که آدمان بسیار هستن که در این باره صحبت میکنن و تا با امروز یگان نتیجه نیست. ما و تو دوستی مهربان با جای آن که نمیدونم نوارایی که تنها گپ میزنیم و بلا 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 برای ما روی سفسطه است از وای در یک نوارای علمی کنیم. یعنی هر یک آدم با سایه خودش آمد، هر یک آدم در سایه خودش مستر باشد، ابرقدرت باشد و ما تنها میخوام که دوستان ما تاجیکان سیاره بچه‌هایی که شما هستید خوش میکنم در هر جا از همون آدما پرسید. برای مثال این سوال شما میتونید پرسید از معلمی که در دانشگاه هست. مثلا در دانشگاه روز بخیر، روز بخیر معلم. چرا که ما مشروف کمی رویم؟ اول معلم جواب میگوید. اما چرا جواب بگم؟ من قانون‌های مشروف کردم میدونم و هر یک دانشگاه، هر یک دولت، هر یک کشور، هر یک مقامات، هر یک شرکت، هر یک مکتب، هر یک دین، هر یک جامعه قانون و قاعده دارد و تو وظیفه ایمانی، وجدانی، کنستیتوسیونی تو هست که آن قانون ها رو خوانی و یابی و دانی و تو میتونی که راضی نباشی. این حقوقی تو هست. برای با معلم گفت که من راضی نیستم. نه از ریزو بیاک نپرس. خب دیگر موضوعی که من میخوام صحبت کردم. دیگر موضوعی که من میخوام صحبت کردم درباره اون بود که دیگر این چیز همه چیز و یا اینکه هیچ چیز، یعنی همه چیز تا گذاشتن و یا اینکه کاملا هیچ کار نکردن. برای مثال من بسیار از بچه‌ها را میدونم که زبان انگلیسی را آغاز میکنن باز میپرن میروند در روسی کم ترک روسی را میموزن زبان روسی لازم نیست من نمیخوام در روسیه باشم. میروند با اسپانی اسپانی لازم نیست نمیخوام در اسپانیا بدم. میروند میپرد میموزد زبانی چینی چین بیزیب است دانشجویان را حقوق کار نمیدهد. یعنی هر جا پرد میکنند یا که آغاز میکند نوار ساختن یوتیوب نوار میسازد برای یک هفته میبیند که کسی باید تماشا نمیکند یوتیوب برای من است. خوش میکنم که فکر کن پیش از آن که یک کتاب رو میخونی یک نوار رو تماشا میکنی با یک انسان مناسبت آغاز میکنی با یک صحبت میکنی یک تجارت آغاز میکنی چکور دقیق عمیق فکر کن که آیا همین با تو مهم هست یا کی نیست. اگر که باشد 100% همه دقت خود را گذار. دقت خود را حتی برای 12 ساعت اگر لازم باشد. برای مثال همه دقت خود را برای 12 ساعت اگر که لازم باشد گذار. چرا؟ چون که
اگر که هر جا پره کنید تو به اون جا نمیروید. از این متاسفانه زمانی داریم که مثلا شخصا خودی ما ریزوگی تو وقتی که من دیپلم نوشتم تو سال 2022 اولها من چند مانیتور داشتم. این اوره مرا تماشا کنید 3 تا مانیتور داشتم. هر 3 مانیتورم دا میکشیدم یک تاش دا برای مثلا موسیقی برای گوش کردن، یک دیگر گوش کردن کار کردن، دات دیگهش میکشیدم برنامه ورد، دات دیگهش میکشیدم برای مثلا ویکی‌پدیا را یا که چت جی پی تی را تا که نویسم دیپلم خود ما تنها خودم رو بیکار میکردم دگیره وسوسه میکردم خودم رو و بعدا چیکار کردم همه بای مانیتور رو گرفتم فروختم. نرخ‌های خیلی گران قطعی خریداری کرده بودم ولی نرخ‌های خیلی ارزان قطعی فروختم و از یک مانیتوری نو گرفتم که تنها یک مانیتور است و در یک موضوع برای مدت خیلی دراز دقت کردم. سبب که من گفتم که من باید ویدیو سازی رو بس کنم اون است که من تنها گفتم که ITF Plus تاجیکی کاملا دقت میکنم. و این زمان در همین ITF Plus تاجیکی کورسی که ساخته شدم این مقصودی من دقت کرده شدم. و حال سوالی که اینو میکنم اون است که من نمیخوام که برنامه یوتیوبی من خالی ماند. مثلا همین ویدیو ایجاد کردن گیرم تا که مردم اومدن گیرن اینم تجارتی من است. اینم مانیتیزاسیون دارد. از اینم من درآمد میارم. مثلا من اگر که با شما درس گویم، با شما قیمت دیم، درباره آیتی گپ زنیم، درباره زبان آموزی گپ زنیم، یعنی من وقتی خودم رو، انرژی خودم رو، دقت خودم رو میگذارم و این با شما قیمت میدیم و در جوابش شما به من وقتی خود رو میدید. خب وقتی شما از زمان زیاده از 50 که شما مرا تماشا میکنید این وقتی شما است. شما وقتتون رو مصرف میکنید تا که نوارهای ریزو گرفت رو تماشا کنید، کورس‌های ساختگی من رو تماشا کنید، سامانه‌ای که من با همدستایم ساختم برای مثلا itamuz.com رو استفاده برید و شما قیمت گیرید و من با شما قیمت دهم و وقتی که قیمت کی دادم در آن برای مثال من فایده گیرم. خب فایده انا که نگاه کنید فایده تنها مالی نیست. فایده تنها مالی نمیشود. برای مثال فایده این فایده که حاضر شما میبینید این اون است که من دوست پیدا میکنم زیاده است 1800 آدم دوستی من هست این زمان در جهان آنلاینی تا با این دوست من نداشتم این آدم را. این فایده است. یا اینکه قریب هر روز با ما بچه‌ها مینویسن صحبت‌های شب بگاه با برنامه زوم صحبت ها میکنیم مثلا از ساعت 8 اون طرف با مردمی نو شناس میشم من با بچه‌هایی که زبان میموزن برای مثلا تاجیکان سیاره خیلی هم زیاد هستن. مرا بچه‌ها زنگ میزنن از خوجند، از دوشنبه، از استانبول، از مسکو، از پترزبورگ، از نیویورک، از الی زنگ میزنن از برای مثال از آلمان، از فرانسه، از همه جا تاجیکانی که من رو در یوتیوب میبینن با ما دوستی پیدا کردن. انا سپاس با همین فایده که یوتیوب با ما آورد. یعنی تا وقتی که من یوتیوب ایجاد نمیکردم تنها بودم من، یعنی یک آدمی تنهایی که خودش دور از وطن. خب انا سپاس با همین دوستان آنلاینی من توانستم که با آنها قیمت دهم، آنها قیمت گیرن و وقتشون رو مصرف کنم و ما رو تماشا کنم. برای همین من همه انرژی ام رو در یوتیوب مصرف کردم طول 1 سال اخیر. وقتی که اون رو با مانیتیزاسیون پیوست کردم از دنبال ساختن تجارت itamuz.com شدم. بگین در جا itamuz.com www.itamuz.com. خب انا این itamuz.com این سامانه است که این من و هم مؤسسم ذوالفقار و دیگر مؤسسانی که گذاشته بودن و امروز هستند و دیگر بچه‌ها همین سامانه را ساختیم و این محصولات من هستند. و این چی مشکلی جامعه را حل میکنه؟ ما میخوایم که با طریق آیتی آموزش رو عوض کنیم. همین مردم مثلا حاضر بسیار از بچه‌ها به دانشگاه میروند، بسیار از بچه‌ها با مرکزهای آموزشی میروند دیگرها. ما میخوایم که یک پلتفرم ایجاد کنیم که مردم از خانه تحصیل کنند و این مشکل جامعه رو حل میکنه. وقتی که مشکل جامعه رو حل کرد با ما درآمد میاره. انا او درآمد میتونه بودن مالی، میتونه بودن معنوی، میتونه بودن کسبی. و من همه دقتم رو طول 7 ماه اخیر در itamuz گذاشتم. بعدا حاضر با خودم که با ITF Plus میروم و یا اینکه یک چند لایه‌های دیگر هم بود که من کاملا گفتم که میدونی چی نه با من لازم نیست، من اونها رو دیگر انجام نمیدم. انا توصیه منم همین است که یا همه کار انجام ده یا انجام نده. مثلا با همون یک دوست دختری هم میبینی در اینستاگرام، میبینی که دوست و خانم خیلی هم زیبا است
ولی شاید که خاراکترش به تو پسند نیست، شاید که زبان انگلیسی رو نمیدونه، شاید که دیگر تو میتونی که با وی ادامه دهی یا اینکه نه امسال روز کردم با وی که خانم من نمیخوام با تو صحبت کردن چون که تو همین استانداردهایی که من میخوام رو نداری، یا اینکه همون خانم اگر یگان پسر خواهد که وی رو در آینده با شوهری گیرد وی هم آدمی گپ زند، چون که وقتی تو روی راست همه دقت رو با اون آدم گذاشتی، انرژیات رو گذاشتی یا که در همون کار و تحصیل و زبان و چیزی هست نیست، این میتواند که تو رو خوشبخت کند یا اینکه تو رو شکند. برای همین انا این هجا میخواد است که کم ترکی کار کنی و کم ترکی کار نکنی، کاری خوب نیست، کاری خوب نیست. و بله این چیزی بود که من میخواستم صحبت کنم در براش. خب و چی فکر دارید بچه‌ها چت؟ بچه‌ها چت شما چی فکر دارید؟ در همین باره شما چی فکر دارید؟ همه کار انجام you have to go all in or just none of them. کدامش خب ریزا جان سلام، خسته نباشی. مرا شاگرد گیر التماس، من یک از بهترین در همین روندی که پیش گرفتید خواهش میکنم. دوستی مهربان، ما وقتی که خدا خواهد همین ITF پلاس تاجیکی رو ساختم، این رو در سامانه iTunes میگذارم و همه تاجیکان سیاره میتوانند که اون رو دسترسی پیدا کنند و واسه از منطقه‌ای که برای مثال آنها هستند. برای همین خواهش میکنم که انتظار شد وقتی که این عملش دوستی مهربانی ما که نام دارد مهاجر. خب ریزا جان سلام، خسته نباشی. کبیر السلام علیکم. مقصد همین چیزی مهم است. رحمت برادر عزیز، تشکر زیاد دوستی مهربان. کدام سمت آیتی را آموزیم؟ خب شیربچه قطعی چقدر تماس گیریم؟ خطیب دایفی. براستی این هفته من میخواستم که این موضوع رو صحبت کنم، ولی دوستای مهربانی که میخواهید هفته آینده با من در صحبت باشید، خدا خواهد همین ماه در نقشه است 1 2 3 پخش مستقیم دیگر و حتما من شما رو اعلام میکنم با پخش مستقیم. مثلا در پخش مستقیم دیگر با مردم در صحبت بودم، ولی امروز گفتم که کم فرق ایواز شود، هر پخش مستقیم هر خیلی شود تا که شوق آورتر شود با بچه‌ها. ولی خوش میکنم هفته آینده. خب انا کنون دیگر چیزی که خیلی مهم است، دیگر چیزی که مثلا پنجم چیزی که خیلی مهم بود یا که پنجم یا که ششم که این نام دارد مکان یا که خانه تو، همین خیلی است خانه تو. خب خانه خب خانه شما چرا این مهم است؟ چون که اگر که تو یک مکان زیبا نداشته باشی، خب یک استول جایگاه خوب که خسته نکنه تو را نداشته باشین، این باز برای مثلا بیاگیریم جایگاه گیریم. اصلا مهم جایگاه مهمش آن است که آدم وقتی که اگر یک جای زیبایی نشه برای خواب کردن و خواب رفتن نمیتواند، خوابش نمیبرد، خسته است، سر از خواب میخیزد، برای مثال خسته است، خواب نرفته است. نگاه کنید، خواب نرفته است. نگاه کنید، اگر که آدم خانه خوب نداشته باشد، من نمیگم که میلیون دلار آمریکایی در خانه در پایتخت گیرد و نمیدونم آخران جایگاه ها و دیوان ها و کرسل های زیبا گیرد. نه، یعنی یک مکانی که با راحت باشید، خب نه گرمی بسیار باشد خانه که خواب میکنید، نه خنوکی بسیار باشد خانه‌تان، یعنی محیط معتدل داشته باشد تا که به شما کمک رساند خستگی خود را پرانه. همین خلاص وقتی که شما خسته باشید و خواب نرفتید، این خواب اصلا غذای مهم است و دیگر از خواب که خیستید شما دیگر انرژی ندارید. خب انرژی الان نگاه کن، وقتی که آدم خسته است، خواب نرفته است، خواب که مهم است و انرژی که ندارد، روزی وای اگر میلیون ها بار خیلی بچه که نمیدونم دانا باشد، خیلی بچه دانا همه میدونند، نمیدونم میلیون در صورت حساب داشته باشد
دوست دختری پیش داشته باشد، خب ماشینی پیش داشته باشد، ولی اگر که خواب نرفته باشد و آدم همان روز یگان کار کردن نمیتونه. یگان کار خواب، همین خوابی که ما میرویم، این مهمترین غذا خوراک برای همین بدن ما و شماست، برای بدن ما و شماست. شما میدونید و اگر که آدم خواب نرفته باشد وای کاملا روزی وای بد است، معنی سری وای کار نمیکند، بازور کار میکند، خودش رو بد حس میکند، محصولناک نیست، تحصیل کردن نمیتواند، کلمه‌های نو در سرش وارد نمیشوند و همه چیز آغاز شد از کجا؟ از خانه. خانه خوب نبود، خسته کرد تو را، خانه خوب نبود، خوب رفتن نتوانستی و یکی از مهمترین انرژی شما که خوب است شما را آورد به انرژیگی و این به انرژیگی آورد به بیکاری. به بیکاری. ولی از روی تجربه خودم من میگویم که انا همین مشکلی که وزید میآید کو بگیم از همین خانه آغاز کرده تا به خواب یا از این قدرش این میرود بعد همین رجای روز و همون دیسیپلینه یا که نظام و شبکه‌های اجتماعی و خبرها و بلا بلا بلا. چون که شب تو اگر خبر خوندی پیش از خواب رفتن کتاب رو نکشودی و خبر خوندی و فیلم تماشا کردی و نمیدونم با خانمانی بیکاره اینستاگرام در صحبت بودی و با دوستانی که تنها برای وقت گذرانی با تو هستن و با آنها در صحبت بودی، مشکلی به آنها گوش کردی و تحصیل نکردی، انا همین فکر معنی سری تو رو ویران میکند یا که پریشان میکند و پریشانی تو رو با غمخوری میارد یا اینکه با فکرهای زیادتی کردن میارد. وقتی که آدم فکرهای زیادتی کرد، غمخوری کرد، دیگر خواب رفتن نمیتواند. وقتی که خواب رفتن نتوانیست، انا گلباغی بابا. چی فکر دارید بچه‌های چا؟ چی فکر دارید؟ چی فکر داره؟ بچه‌های چت چی فکر دارید؟ سوراب، رحمت، حتما خوب من میخونم چت رو خونده ایستادم. کدام سمت آیتی را آموزیم؟ کاب یا دوستی مهربان. برای مثال ماده کیبرامنیت پسند است. یک دوستی دیگری ماده پسند است برای مثال دیزاین کردن سامانه ها با طریق وردپرس یا که با طریق نمیدونم فیگما، تنها دیزاین کردن و ساختن آنها، یک دوستی مهربانی دیگری مانده پسند است آیتی سپورت. یک دوستی مهربانی دیگری مانده پسند است برنامه سازی، برای مثال ساختن برنامه ها برای iOS، برای پدیده آوری موبایل گیریم، برای اندروید. خب ساختن برنامه ها برای وب یا که وب صفحه سازی. خب یک دوستی دیگری ماده پسند است دیوپس، آدمی که هم این قسم چیز انجام میتید هم آن قسم چیز انجام میتید. برای مثال هم میرود با ابر و هم باز میرود میسازه برنامه رو. آدمی که باز نمیدونم پسند است با وای سودا، یعنی سودا کردن محصولات رقمی. این بسیار است و تو باید کاب یابی کدومی از اونها کدوم از اونها با تو میماست. یک بچه نویزد عبدالله که این آیتیشنیکو همش کم دیونه. چی فکر میکنی که من دیونه هستم؟ البته که من دیونه نیستم دوست مهربان. ولی وقتی که ما اگر که گپ زنم که هی تو باید خودی حاضر آیتی را آموزی، این ما هستم دوستی عزیز. ما در اگان دانشگاه نیستم، ما اگان معلم نیستم که من اگان سیستم اداره کند. حقوق انسان، آزادی بیان، امکانیت برای آزاد بودن. با کسی حقوق کسی را پایمال نکردم، حقوق کانستیتوسیونی کسی را نشکستم.
چی خیلی که میفورم با خودم رو خوب حس میکنم همون وقت درس میگویم و اگر با تو پسند نباشد رو دیگر آدم رو تماشا کن برای ما دوستی آنلاینی خواهیم بود. خب سمیر برادر عبدالله شما کی رو در نظر دارید؟ با فکرم که دوستی مهربان مرا در نظر دارد. شمسیدین میرزایف چی با آدم کم است چندان؟ شما بهترین دکا. تشکر با دوستی مهربانی ما سامان. خب این دیوانگی نیست، این نشانه دانشی بلند و مهارتی بلندی فهموندنی چیزی بله یعنی دوستای مهربان من یگان چیز ندارم که از روی وی خانم این چیزی است که انرژی که از داخل من میبراید این چی دانشی حقیقی است این تجربه حقیقی است من در یگان جو کنسپکت نکردم من از روی یگان جو سکریپت نمیخونم این هم خیلی روی راست آمدم پخش مستقیم است این هم در یگان جو ثبت نکردیم این مستقیم است و تو تماشا داری اینا مستقیم است و حاضر گپ زد گوشه از خواب کور میکنیم اینا این پیشگی ثبت نیست این مهارت است این مهارت است خوبی میگه اینا دیوانه هستن خب نایش تاسکی سلام علیکم برات موی درود با شما محمد زکیرов بچه برقص همی گپوت پاپیسات کردم سپاس برای ابونه شدن دوستی آنلاینی شدم خب سپاس برای دوستی آنلاینی شدم خوش میکنم بچه های چند این موضوع بود که 1 2 3 4 5 همون 6 چیزی بود که من میخواستم با شما گویم امروز و چند ساعت شد که ما در پخش مستقیم هستیم چند ساعت شد 71 دقیقه شد که ما با دوستان آنلاینی هم در پخش مستقیم هستم ولی شما میتوانید که ولی چرا که تومه مقبول کم گرفته است نمیدونم من هم آدم وقتی از دل صحبت میکنم ولی تومه مقبول گذاشتن رو درک ندارم ولی به هر حال ما دوستان آنلاینی هستیم خب بچه‌ها چت نویسید اکنون با سوالای شما برگشتم خوش میکنم سوالای خود رو نویسید و ما با سوالای شما یک به یک 5 دقیقه صحبت میکنم تشکر عبدالله دوستی مهربان سپاس برای دوست بودن خوش میکنم که سوالای خود رو نویسید عموما وابسته به دانشجویی منم در دانشگاه بودم در مکتب بودم خوش میکنم چی چیزا رو میخواید دونستن نویسید چند ساله هستید همین بچه‌هایی که مرا تماشا میکنن چند ساله هستن چی کارو برکتی مشغول هستن با کدام کار هستن تو که من فهمم که ما با کی دوستی کرده ایستادم چند ساله هستن چی کار میکنن چی نمودی محتوا با آنها پسند است خوش میکنم نویسید بله خب دوستی مهربانی چقدر در سامانه شما کورس خریداری کنیم از ایتی آموز من علاقه یک نوار در سامانه ایتی آموز در امین کردم خوش میگم اون رو تماشا کن از سامانه ایتی آموز که از وبنامه ایتی آموز در اونجا نشون دادم ما قبول میکنیم پیپال ما قبول میکنیم ماسترکارد و ما قبول میکنیم ویزا مثلا از تاجیکستان باشه اگر تو میتونی که کورس های سامانه ایتی آموز رو خریداری کنیم مثلا در اونجا نه تنها من این ریزو گرفت تنها پلتفرمی رو ساخته ایستاده است که با مثل یودمی برای مثال همه معلمان مثال من و دسته من ساخته ایستادیم که همه معلمان تو رم اینا تو دوستی مهربان اینا خودی تو بله تو میتوانی که در ایتی آموزگار شوی و مهارت خود رو به دیگران آموزانی و از وی درآمد بیاری مثال کورس هم خیلی ساز در ایتی آموزگار شو و ما تو رو هم آموزگار قبول میکنیم و تو کورس رو میگذاریم یعنی این برای تنها من نیست برای همه است و بله خب 22 ساله مهاجر خب از کجا حاکم جان 18 ساله دانشجوی برنامه‌سازی کامپیوتری زیبا خب بوکی در کدام شهر من در شهر بیدگاش جمهوری لهستان هستم دوستی مهربان خب دیگر بچه‌ها چند زیدالله 37 ساله 36 ساله مهاجر احمد دانشجو مهاجر خب زیبا خب
IT آفلاین درس میدن؟ نه ما دوست می‌دارم. ما در تاجیکستان قریب طول 5 سال شد که زندگی ندارم و ما آفلاین مثلا ما درس نمیگم. ما بجز آن که این بسیار عزیز این چیز بیاگیم همین کار و باری که من انجام میدم ویدیو ایجاد کردن و سامانه ایتیموز رو ساختن این یک تجارت هست که من در یک هفته 20 ساعت کار میکنم. این درآمدی اساسی من نیست. این کار است که من میخوام برای ملت خود، برای تاجیکان، برای تاجیک زبانان محصولات سازم. محصولات نواری، ثبتی، مقاله، سامانه و این رو مثلا من برای آن میکنم که من دوست میدارم اون کارو کردن. ولی بجز این من متخصص آیتی هستم در یک از شرکت‌ها در جمهوری لهستان. با در اونجا 8 ساعت هر روز کار میکنم تا که زندگی خود رو پیش برم. برای مثال اجاره پلیس برم، خوراک خورم، مثال زندگی رو پیش بردم. هم خلاص. ولی این کاری که من میکنم این همش علاوگی هستند. برای مثال بعد از کار وقتی خالی دارم و روزهای شنبه یک شنبه من با کلوب نمیروم. خب من نمیدونم با دوستانم واخوری نمیروم یا که دوست قریب که کم دارم و تنها میخوام که همون روزهای شنبه یک شنبه که قریب وقتی خالی دارم در هفته من 5 روز کار میکنم در این شرکت. در یک روز قریب 6 ساعت هر روز قریب 9 ساعت خواب میروم و دیگر وقتش خالی است. من میخوام که من آن وقت رو برای آرزو، برای زندگی آینده، برای نسل آینده، برای دوستی آنلاینی هم نمیکنم نوارا رو انجام دهم. بله شاید که برای بسیاری ها این بفایده باشد، شاید که برای بسیاری ها این زیبا باشد، شاید که بسیاری ها از این قیمت گیرن، شاید که یک کس ها از این قیمت نگیرن. ولی دوستان مهربان اگر که کسی هم تماشا نکند برای من است. مثلا برای اویله خود من میکنم. پگاه اگر که بچه دار شوم بچه من میاد نوارهای پدرش رو تماشا میکند. فهمیدید؟ برای خودم است این نوارها و میبیند که اینها خیلی مهمه. دقت کردن مهم است. خوراکی سر از خواب خیسی و در حال خوراک خوردی چیکار میشود مهم است. رژه روز داشتن مهم است. فکرها و محیط خوب داشتن مهم است. همه مثلا کار رو مردک برین کردن مهم است. یعنی خانه و مکان مهم است. این چیزهایی است که من میخوام برای آینده، برای بچه‌های آینده. خب نوشته از دوستی مهربانی من. هلو آفرین 16 ساله البته. واو بچه‌های 16 ساله تماشا میکنن. موجی ریزا چت جی پی تی در آیفون نصب نشده است. از طرف کردن کدام نمود درست کچت کنم. تنها چی نمود در آیفون گفته است. در آیفون در همون اپ استور و نوشت چت جی پی تی. برای مثال این است. این از چت جی پی تی. دیدید؟ این از چت جی پی تی و می نویسیم که باز نگاه کنیم. ما با چت جی پی تی صحبت میکنم. درود بر شما چت جی پی تی. It seems like you're mentioning various AI models and projects like OpenAI, DALL-E. آیا تو با ایرانی صحبت کردن میتوانی؟ ایرانی بلد هستی؟ بله من میتونم با شما به زبان فارسی صحبت کنم. با زبان فارسی چطور میتونم به شما کمک کنم؟ یک دوستی آنلاینی من نمیتواند برنامه چت جی پی تی رو در موبایل خود نصب کند. با او توصیه ده. بله من توصیه میکنم که در ارتباط با من از تصرف لطیف و مؤدبانه استفاده کنید و موضوعات مناسب را مطرح کنید. چگونه میتوانم به شما کمک کنم؟ آیا شما را در اپ استور و پلی استور یافتن ممکن است؟ متاسفانه من یک برنامه قابل دانلود در اپ استور یا پلی استور نیستم. من یک مدل زبانی هوش مصنوعی هستم که از طریق ارتباط مستقیم با من می توانید از من استفاده کنید. بله اکنون در اینجا دیگر خیلی فهمید این بچک. ولی بهرحال درباره ابو علی ابن سینا شما چی میدانید؟ ابن سینا یا بیشتر با نام لاتین او اویسنا یکی از مشهورترین فیلسوفان و پزشکان در تاریخ اسلام بود. او در دوره میانه اسلامی فعالیت می‌کرد و آثار زیادی در زمینه‌های فلسفه، پزشکی، علوم طبیعی و ریاضیات داشت.
از آثار مهم او میتوان به القانون فی الطب اشاره کرد که به عنوان یکی از کتب مهم تاریخ پزشکی شناخته می شود. بله بچه‌های چت هم خیلی چت جی پی تی را شما میتونید که نصب کنید. خب ساحل نوشته از کار میکنی بعد چند پول میگیرید. من الکی یک نوار ایجاد کردم در همین وبنامه یوتیوبی که چقدر پول کار کردم در سال 2000 این نوار چند پول کار کردم در سال 2023 در آنجا همش رو پورا گفتم که کدام شرکت ها در کار کردم از مثال درباره فریلنس ها گفتم درباره برای مثال وبنامه یوتیوبی گفتم درباره کارم گفتم عموما درباره درآمدهایی که من در سال 2023 داشتم. خوش میکنم که همین رو تماشا کنید. پول را به شما گفتم و شاید که این به شما یک الهام بخشد، شاید که یکون ایده گیرید، شاید که بسای آیتی آید مثلا همین نوار خوش میکنید برای نوار رو تماشا کنید. و این بود و دیگر اینکه مثلا درباره چت جی پی تی اگر رویم درباره چت جی پی تی خودش زنده باشید. چیت موچ خیلی برنامه رو برنامه چت جی پی تی از برادر برنامه چت اکای مواجر چت جی پی تی نام دارد. چت جی پی تی خیلی این هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی ربات است. چت جی پی تی چت جی پی تی نداره. این سامانه آیتی آموز است. ولی نگاه کنید حتی بسیار از بچه‌ها میگن که اکای ریزا زبان آموزی را چخیل آموزه چخیل من زبان آموزم. یک کسی نیست که با او صحبت کنم. دوستی مهربان همین چت جی پی تی با همه قریب صحبت میکند با همه زبان ها قریب با همه زبان ها و این بهترین دوستی آنلاین تو بوده میتواند برای زبان آموختن و شخصا خودی من این رو استفاده میبرم. خب خواهش میکنم ادامه این شعر را گویید با زبان فارسی. بنی آدم اعضای یکدیگرند زیدر آفرینش که در آفرینش یک گوهرند. ادامه دهید. بله این جمله به زبان پهلوی است. در این جمله فردی دارد از خودش و از دیگری که در اوج مهارت و استعداد هستند یا به عبارت دیگر افرادی که در صنعت یا هنر خود بسیار یک شعر از سعدی شیرازی با ما بگوید با زبان فارسی. بله منیس به معنای تهدید یا خطر است. یک شعر از سعدی شیرازی با ما بگوید با زبان فارسی. به خواهش شما بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. از یک شعر گوید از لایق شیرالی با زبان فارسی. البته از لایق شیرالی شیره‌ای که همواره خوشمزه و لذیذ است میگوید. هر کی ما را یاد کرد ازید مر او یاد باد. دوام همین شعر را گوید. این بیت شعر از مولوی معروف است و به معنای این است که هر کسی که ما را به خاطر بیاورد بخواهد یا نخواهد خودش نیز به خاطر بیاورده می شود. همین شعر را دوامش را گوید. ببخشید متوجه نشدم. می توانید دوباره توضیح دهید؟ یک شعر گوید از ابو عبدالله رودکی. به خواهش شما پیوسته در دل چون خورشید ای بی نظیر زیرا که همه شبها را روز می کنی. بله به هر حال من خودم زبان فارسی رو نمیدونم برای همین. بله بچه‌های چت انا همین گونه کار میکنه چت جی پی تی. خب الله برار کار دهد شما را. تشکر زیاد زبیدالله فیض‌الله. نه دوستی مهربان چت جی پی تی رایگان است. برنامه چت جی پی تی همین دیدید برنامه چت جی پی تی اگر که
ببینید اینا چت جی پی تی نام دارد در اپ استور. اکنون نگاه کنید در تاجیکستان این کار میکند، در لهستان کار میکند، شاید که در روسیه کار نکند. من نمیدونم، اگر که در روسیه باشید خواهش میکنم که نمیدونم شاید کار نکند، ولی در بسیار از کشورها کار میکند. برای مثال از تاجیکستان بچه‌ها استفاده برده میتونن، ولی اگر کار نکند عذر زیاد، چون که این در هر جا کار نمیکند. نه پولاکی نیست. با همراهی اکه امیری نوار بسیارتر ثبت کنید برادر. ولی در آینده نقشه‌های زیاد داریم برای ثبت این نوار با امیری. خوب بله نه متفکر دوست مهربانی ما الکی میدوند درباره هوش مصنوعی میدوند. بله خب چند دقیقه شد ما در پخش مستقیم هستیم؟ 85 دقیقه. یک 15 دقیقه دیگر ما در پخش مستقیم میشم. خب دوستان مهربان، عذر زیاد برای بچه‌ای که کم در دیر کرده، ولی 85 دقیقه پیش ما پخش مستقیم داشتیم. واقعا نمی‌شود که این موضوع را اثری نه باز با هر یک شما مثال باید تکرار کنم، ولی این پخش مستقیم حتما ثبت خواهد شد. یک 15 دقیقه دیگر وقت دارم با شما در صحبت باشم. خواهش میکنم که سوالای خود را نویسید، خودی حاضر، و من با سوالها در این 15 دقیقه آینده با درجه ماکسیمالی جواب خواهم گفت. و بله مرحبا، چه درست شماست؟ چه درست شماست؟ موضوع متفکر در این باره گفتیم. اینا بودن موضوع. بله اینا بودن موضوع. خب بچه‌های چت جی پی تی استفاده بودن به پول. بله این است وبنامه یوتیوبی آیتی آموز. در اینجا من بسیار از کورس ها ساختم وابسته با آیتی و در اینجا شما میتونید که آنها رو رایگان تماشا کنید. و این سامانه که ما ساختیم نام دارد www.itamuz.com است. و بله ما هر روز کار کردیم در بودنش و نقشه داریم که آن را ابرقدرت‌تر کنیم. میخواهیم که برنامه موبیلیش را سازیم، هم برای iOS هم برای اندروید. میخواهیم که سامانه‌اش را باز ابرقدرت‌تر کنیم، سرورهای خود را بزرگتر کنیم. و بله یعنی مقصدها و آرزو زیاد است در آینده برای آیتی آموز گیریم. کورس را ثبت شده ایستاده است. طرفی نشون میدیم. کدام کورس را در نظر دارید دوست مهربان؟ نه، کورس های ثبت شده را در آیتی آموز میگذارم. سامانه خودمون در این سامانه itamuz.com و شما میتونید که در اون وقتا آنها را خوانید، آموزید. هسته اگام بچه‌هایی که تا حالا با ما بودن، تا حالا با ما هستن در این پخش مستقیم از اول تا حالا، هسته اگام کسی که نیست؟ نه؟ خب تا کدام درجه این فکر تو درست است؟ اینتلکت ثنایی جای برنامه‌سازان رو میگیره، جای برنامه‌سازان را میگیرد و باز نمیگیرد. یعنی چه؟ نگاه کنید. هوشی مصنوعی
ҳуши маснуӣ метавонад кори барномасозонро осон кунад, вале кори кадом барномасозонро? мисол барномасозон ҳам одам ҳастанд ва онҳо ҳам тамбал ҳастанд. мисол як барномасозе ҳаст ки барномасози абарқудрат аст, доно аст, ҳар рӯз таҳсил мекунад, ҳар рӯз рақобат мекунад, ҳар рӯз рақобатпазир аст, ва як боз барномасозе аст ки гӯшчапар аст. вале ана ҳамин ҳуши маснуӣ метавонад барномасози гӯшчапарро иваз кунад. чунки барномасозе ки тамбал аст вай таҳсил намекунад. вақте ки таҳсил накард дигар ширкатҳо ба он ниёз надоранд. барои мисол шахсан ман агар ягон барномасозро ба ҷои кор гирем то ки бо вай кор карда барои мисол барномаи мобили IT-омӯзро созем, албатта ки корҳое ки аллакай ChatGPT мекунад ба ман лозим нест. ин одамо ба ман одами эксперт лозим аст ин замон. амас барои ҳамин ин рӯзҳо гирифтани ҷои кор ҳамчун барномасоз душвор аст назар ба он ки ту ҷои кор гирӣ ҳамчун дар киберамният ё ин ки дар клауд, мисол клауд компютинг, ё ин ки дар IT support, ё ин ки дар кӯмак ба муштарӣ, ё ин ки дар дастаи савдо. чунки дар ин ҳолатҳо ба ту одамони доно ба ҳар ҳол лозим ҳастанд. вале ана ин ChatGPT, ана ин ҳуши маснуӣ рости гап бисёр аз корҳои барномасозони тамбалро гирифтааст. ва бале аз хотири атоҳа бурем ки одамоне ки ҳамавақт абарқудратанд дар ҳама соҳа бошад, ҳам барномасозӣ бошад, ҳам IT бошад, робот вай гирифтан наметавонад. чунки вай ҳамавақт мо ҳастем одаме ки сохтем вай. вале ту агар одами доно бошӣ, абарқудрат бошӣ, ту метавонӣ ки инро истифода барӣ. ва ту ҳаргиз бояд намонӣ ки ҳуши маснуӣ туро истифода барад. бале барои ҳамин барномасозонро ҷои корашон мегирад ва боз намегирад. барои ҳамин ман инро ҷавоб додам. تشکر زیاد تشکر زیاد به علی جان، تشکر زیاد به تجک 07، تشکر زیاد به تجک 07، تشکر زیاد به نشید، به نازیم، تشکر عبدالله نصر کریپتووالیوتا چی مسئله می‌کنید؟ باز همین چی داشت؟ رمز اسعار نه کریپتو رمز ارز باز همین توجیه می‌شود. کریپتووالیوتا باز همون توجیه میشه رمز ارز و یا اینکه کریپتو مبلغ. نگاه کنید سمیربون همچون سوال رو خوش میگم دقیق دید. آیا همچون تکنولوژیا و یا اینکه همچون اینوست، همچون تجارت. اگر که همچون تجارت گپ زنیم ما شخصا فکر دارم که 99% این قمار است. ولی اگر همچون تکنولوژیا اینا بر قدرت است، چون ما اون رو استفاده برده میتوانیم برای بسیار کارها. برای مثال ما میتوانیم که ثانیه در میلیون ها دلار آمریکایی فرستیم و دولت اداره نمیکند، بانک اداره نمیکند و چیزی زیباست. ولی این هم بدی دارد، هم خوبی خود رو دارد، چون که چیزی رو که اگر اداره کردن نتوانیم و میتواند که آدمانی خلاب، آدمانی دوست، آدمانی بد، آدمانی که در درک وب هستند آنها کارهای بد رو انجام میدن. ولی همچون اگر همچون اسعار بهترین چیز است. من اگه بدی ندارم، ولی سبب که من اون رو بد میبینم اون است که وقتی که اون رو همچون گذاشتی و بعد از 10 سال خیلی که تو را و میتونن که تو میلیون بیارد و یا که میتونن که بیا گیریم که بیت کوین میخره امروز بعد از 10 سال شاید که بیت کوین از اگر 60000 باشد رود با 1 میلیون تا الکی میلیونر میشوی. یگان کار نکرده، نه مشکلی مردم رو حل کردی، نه تجارت ساختی، نه یگان مقصد داشتی، نه با جامعه قیمت آوردی، هیچ کار نکردی ولی تو میلیونر هستی. این رو ما میگیم قمار. 99% در وضعیتی کریپتووالیوتا. چرا که من 99% میگم؟ چون که 1% دیگر به هر حال یعنی تا مردن هم حتی مردی هم تو میتونی که همون کریپتوهای خریدگی خود رو اگر تا وقت هم باشن با پیسر دی و نه. ولی اگر در بارسلونا من اگر استافکا گذارم که کوفیشنت 2 باشد و بارسلونا اگر 2 بر 0 غالب آید، اگر که من 10 سوم گذارم من 20 سوم میگم خلاص. ولی در اینجا
مثال ساعتی 9 اگر ساعتی 6 بازی بارسلونا آغاز شود ساعتی 8 تمام شود دیگه ما هم 2 ساعت وقت داریم این پیمار است ولی اینها اکنون 99% به اون مقصد برای همین ما توصیه نمیکنم اگر هم چون اینوست کردنی باشه یا که سرمایه گذاری این اکنون وابسته به ایمان و وجدان و انصاف و کارباری خودت است دوستی مهربانی این ما نمیتونم به خلاص آوردن ولی همچون تکنولوژی افسانه‌ای است خب سلام از کلمبای بالا سلام دوستی مهربانی از کلمبای بالا نور محمد ادیناєв همچون اینوست متفکر شما خودتون با یگان با کریپتو مبلغ کار میکنید که سرکار دارید این زمانه ولی در گذشته من وقتی که همین کریپتو مبلغ ها در سال 2021 مشهور شدم به درجه ماکسیمالی من تا دوج کوین دارم زیاده از 62 دوج کوین دارم ولی همش در مینوس است و همه مبلغی که گذاشته بودم قریب 600 یورو بود در سالهای پیش آنها رو گرفتم چون که این بعد از آن که آموختم درباره تکنولوژی فهمیدم چگونه کار میکند و همون کیت ها و آدمانی بدی که در اونجا هستن دیگر به این خلاصه آمدم چون که من میخوام تجارت سازم تجارتی که در حقیقت مشکل جامعه را حل میکند برای مثال در حقیقت به مردم قیمت میدهد و بعدا یک مشکلی را که حل کردی و در حال همون مشکلی تو مبلغ در اومد بیاری نه اینکه تو مبلغ را گذاری و پگاه خیزی که میلیون داری برای مثال ما شخصا خودم ما در نظر دارم رضا گفت و شاید که تو کنی این کارو و این حقوقی تو هستم چون انسان ولی من نمیکنم میکنم ولی ما میتونیم که آن رو در وقت‌های استفاده برای اینکه مهم است برای مثال لازم در روسیه سیستم ویزا کار نمیکند مسترکارد کار نمیکند و اگر که ما در روسیه باشم و یگان محصولات خارجی رو خریداری کردن خواهم البته که از کریپتو مبلغ استفاده میبرم همچون قمار نه همچون سرمایه گذاری نه همچون خرید همچون مبلغ همچون currency as a currency اما همچون investment نه دوستی مهربان ما باید سلکه رو در اینجا گذاشتن نمیتوانم چون که اوزیاد دقیقه بله اوزیاد دقیقه ما شاید که توانم اپستور اوزیاد دقیقه دوستی مهربان مگذارم و کنی بینید که در جای شما کار میکنه یا که نه اگر که یابم اون رو چت جی پی تی خب بله کپی د لینک از کدام برنامه کدام تلفن موبیل استفاده میبرید اگر که آیفون رو استفاده برید انا همین سراغه که من گذاشتم از برای آیفون است همین سراغه که من گذاشتم خب سمیر برای طلبای مکتب چی توصیه میدید برای طلبای مکتب دوستی مهربان من توصیه من اون است که حیات خیلی کوتاه است آن رو باید که ثمرانک استفاده برد خب از یک دقیقه من آیپد خود رو گذارم در اینجا آن رو باید که ثمرانک هر یک دقیقه‌اش رو استفاده برد چون که وقتی که شما کلان میشوید خب الکی از دست ساده شدید الکی زندگی دشوارتر میشود حاضر در فکر یگان چیز نیستی چون که 16 ساله هستی طلبه مکتب و پدر و مادر تو این بسیار مشکلی رو دارند یعنی مسئولیت پدر و مادر شما است تا که شما رو نان آورند و آب دهند و لباس خرند و تامین کنند ولی وقتی که 18 ساله میشوید هم از روی قانون خب هم از روی جامعه مثال تو الکی بچه که 18 ساله هستی و تو باید صاحب استقلال باشی تو باید خودت این کار رو انجام دی و اما وقت در آن وقت دشوار می شود خواندن دشوار می شود آموختن زبان ها در آن وقت دشوار می شود زندگی در عموم گیره چون که الکی تو بچه 18 ساله هستی الکی تو باید یه خیلی دانشگاه می روند یه خیلی به روسیه کار می روند یه خیلی سیاحت می روند مثال به دیگر کشورها یه خیلی زن می گیرند یه خیلی برای مثال هر کس هر خیلی
مثلا به ارتش میروند هر کس هر خیلی انتخاب ها میکنن و از 18 ساله بالا زندگی دشوار میشه دوست میرم با اولی 18 19 20 21 22 اگر دانشگاه روی بود در دانشگاه پدر و مادر تو را کمک رسوند به دانشگاه خونی خیلی هم زیباست 4 سال دیگر ولی از دانشگاه برای بعد من میبینم چیکار میکنی چون که الکای تو الکای همین 22 ساله کشیدی الکای دشوار است نظر با اون که تو بیاگیریم 16 ساله هستی حاضر که در مکتب هستی وقت از سوانراک استفاده بر حاضر در همین زمانی حاضر ما انتظار هستم از دوستی مهربانی ما که انگلیسی را داند در مکتب روسی را داند تاجیکی را داند به درجه کسبی اگر همین سه زبان را دانستی و تکنولوژی را استفاده برده تونستی برای مثال کامپیوتر رو توانستی که چطور براوزر کار میکند چطور کامپیوتر کار میکند چطور حضور زیاد بچه چپ حاضر صدای ما هست؟ صدای ما هست یا که نیست بچه های چند یا ورنایست کی چسبید افیر تمام شید با فکر نه چسبید هلو صدا هست هی بچه ها صدا هست یا کی نیست هسته خوب بله دوستی مهربانی ما همین کار انجام ته اگر که نفهمیده باشید برای مثال در روز چی گفتن ما عذر زیاد بچه های چت فهمیدی یا که نفهمیدی برای 16 ساله Thank you bro Thank you very much appreciate it my body مهاجر aka my friend اکنون بیاید صحبت های دوستانه کنیم بیرون از درس خب بیرون از درس صحبت های دوستانه خب متفکر چی نمودی نوارا شما ایجاد میکنید نوار ایجاد میکنید یا که نمیکنید فهمیدم برادر تشکر سمیر امیدوار هستم که یک قیمت بگیرید دوستی مهربان واو این خیلی باز با تلفن موبیلی پخش مستقیم کردم فهمیدم خب حاضر ما را 14 کس تماشا میکنند سلام و درود ریزا درود با دوستی مهربانی من تاجیک پرشن دانشگاه چی دانشگاه میخونی کدام اختصاص دوستی مهربان کدام اختصاص برای مثال عزیز ما با شما خانه ما نشون میدیم خانه ما نشون تیم میکنه اینا نگاه کنید اینجا جایگاه ماست اینجا همون دستگاه ما است که با شما نشون دادم اینجا کتاب‌های ما است برای مثال ما دارم همون کابل شنورهایی که ما دارم در اینجا ما دارم این برای نوشتن که مثلا ما کورس‌ها ایجاد میکنم خب این کلاویاتوری که نو ما خریداری کردم برای آیپادم این میکروفونم است این پاسپورتی کشورمون هست پاسپورتی تاجیکستان خب این چی رو دارد برای نوار ایجاد کردن خب این باشد این اتکیای ما اتکیام از KFC گرفته بودم مزه داخل اتکیام از KFC گرفته بودم مزه بد یا که نمزه بد بچه‌ها چت مزه بد یا که نمزه بد بچه‌ها چت مزه بد یا که نمزه بد بی آنست بچه‌ها چت مزه بد یا که نمزه بد واو اینا بی با مثلی همون I'm rich بچه‌های بای ولی بارو بیایم ما با شما دیشون دیگر قسم خانم خب این همون دیپلم است دیپلمی که من یک عمر سخنانی بعد گام میزنم وابسته به دیپلم اینجا کامپیوتر ما است و بس ما استول ما برو کنم
столам رو بالا کنم و در اینجا این روشن دهندم هم گیران کنم. خب این کار را میکنم در اینجا. خب خوابی انا اکنون گیران میکنم. خب انا گیران شد. این کامپیوتر ماستای سوپر کامپیوتر. خب سوپر کامپیوتر راستای و این کشلاگ ما میدونید از کجا خریدگیم. این کشلاگ ما از پادزیمکای سخاوت در سال 2018 یا که 19 تا آلبوم است. شما میدونید لگند است. بچه‌ها لگند است. و بیاید از بارسلونا خریدیم. خب این همون دیپلم است. این بوتسیو است از پوما. نو خریدگی هستم اوریجینال. این آیفونی همون سالهای پیشم است که از سال 2016 اینجوری با ما است و حتی کار میکنند این آیفونم. و این برای این روشنی دهنده هم است که ما میتونم میرکشم گیران کنم. و این برای آیپادم است. این فلاماسیرام هستن که ما در درس میگم. این کتاب است که من میخوانم. خب و بله فورس باسا و اینها بله تنها برای نمونه هستن. خب با این استولم است که از مارکس چیر است که از شرکت ایکیا خریداری کردم. و بله این هم و اینجا پومونکم است. این هم و اینم مانیتورم است که 32 دیوم است. و این میشکم است. و بله بسیار مهربان. من اینجا بالکن هم دارم. خب چی نام دارد؟ برادر میخوام در یکم ویدیو اشتراک کنم در عمیق‌تر شناسیم. مشکلی نیست دوستای مهربان. حتما که ما هفته آینده نیو همین موقع ما 2-3 پخش مستقیم دیگرم در نقشه دارم و حتما که ما در اون پخش مستقیم البته که هر یک آدم وارد میکنیم و صحبت میکنیم چون که من امروز خواستم که پخش مستقیم کم ترک دیگر خیلی ترک شود و برای همین. ولی شما دا پسند آمد اچکوی منه؟ اچکوی من پسند آمد یا که نه؟ 20 کس تماشا دارد. چی فکر داره امسال بارسلونا درباره فوتبال صحبت کنیم یا که نه؟ امسال بارسلونا چمپیون میشود یا که نه؟ بچهای چت امسال بارسلونا چمپیون میشود یا که نمیشود؟ بله یا که نه؟ بله. نه. از خوابی نویسته است که نه نمیشود بارسلونا چمپیون. ولی پی اس جی قدی باز دارن کو اتجه چرا که نه؟ تو کو مخلص بارسلونا هستی چرا که نه؟ ایروی میلیون نه نمیشود. کی چمپیون میشود؟ بچه کوی چت کی چمپیون میشود؟ رئال مادرید یا اینکه باواریا میونخن؟ متاسفانه درباره فوتبال تصور ندارم. خب رئال مادرید. بله براست در یگان موضوع بهترین گپ زن وابسته به اختصاصی خودتان. خب ما چطوری گفتم چه مربوط ما ریزا گیف متخصص ایتی هستم و 3.5 سال حیات خود رو دانشگاه مصرف کردم. همچون وب برنامه‌ساز مکتب رو تمام کردم. در والوو گروپ ایتی همچون تجربه آموز رفتم برای 6 ماه و بعدا در یک شرکت آمریکایی فاصله‌ای کار کردم در همچون لینوکس سیستم ادمین و برای 2 ماه اونجا بود و بعدا باز ما طول 2 سال اخیر مشاهدی در یک شرکت دیگرم کار میکنم. متفکر سوال جواب ندادید. کدام سوال دوستی عزیز؟ ایتی در آلمان. آدمای بد گفتید کی هستن آدمای بد در سایه کریپتو؟ ولی آدمای بد هستن در سایه کریپتو مبلغ. نه آدمای بد نیستن. کدام سوال خواهش میکنم متفکر عذر زیاد کدام سوال شما گفتید؟ متفکر بینی برای کلام بده گردی ای آچکی یا که چشمانک. دوستی مهربانی ما میگه که رئال مادرید چمپیون میشه. دانشگاه خواندن مهم یا نه؟ دانشگاه خواندن وابسته است. اگر که باز ما گفتم که برنامه‌ساز شوی، اگر که
سوای آیتی عموما در اگر آیتی نه ویدیو سازی نه من مهارت های رقمی کاملا نرم ولی اگر پلیس شدن خواهی اگر نمیدونم که پلیس شدن خواهی دکتر شدن خواهی حقوق شناس شدن خواهی یعنی اختصاصایی که جان انسان از آن وابسته است خواهش میکنم که حتما با دانشگاه رو برای 1 سال 2 سال نه برای 10 سال رو چون که انسان ها مهم هستند و جان آنها رو ما با شما باور داریم ولی یک اختصاص هستن که ارزنده نیستن رفتن. خب کدام زبان‌های برنامه‌سازی رو میدونید اگر مخفی نباشد؟ دوستی مهربان من با بسیار از زبان‌های برنامه‌سازی کار میکنم. حتی نگاه کنید وقتی که تو تجارت آغاز میکنی تو همه کار رو میکنی خودت. مثال زمین آیتی آموز سامانه رو ببینید از لوگو ساختن از دیزاین کردن از با بچه ها کار کردن از کار کردن با قانونی که سپاس به ذوالفقار هر یک قسمی همون سامانه را که طول 7 ماه اخیر من خودم انجام دادم. شما میدونید مثال با فریلنسرها کار کردن خب در کجا مبلغ چقدر مصرف کردن ولی اگر یک گپ زنی که ما دانشگاه ما خواندم HTML CSS JavaScript برای فرانت اند انا در بک اند مثال ما خواندیم MongoDB خب ما خواندیم PHP و یک چند لایحه رو ما تنها ساختم برای دانشگاه ولی ما لایحه‌ای که ساختم که مثال ما دیپلم گرفتم که در اونجا هست دیپلم ما و ما با طریق مثلا فلات قدی نوشتم اگر که دونین فریم ورک است ما تنها برنامه موبیل نوشتم که در اونجا مردم با مثل واتساپ چت میکنن یعنی فونکسیون اولی چت رو دارد برای دانشگاه ولی امروز باشد ما در کیبر امنیت کار دارم در یک از شرکت دیگه همچون مثال آدمی که جونیور سایبر سکیوریتی آنالیست آدمی که همین امنیت های اولیه استفاده برنده را نگاه بین میکنند برای مثال ما رمزهای اونها رو نگاه میکنیم امنیت اونها رو نگاه میکنیم هجوم هایی که مردم از بیرون میکنن فیشینگ ایمیلز مالور یعنی این گونه کارا رو من امروز انجام دادم در شرکت امروز ما کار میکنم. خب انا اکنون در آیتی آموز باشد قریب همش رو از صحبت با مشتریا با مارکتینگ با دیزاین سامانه با کار با همدسته هایم مثال با ذوالفقار با امیری یعنی همه این رو ما در عموم کرده ایستادم. تاجیکستان رفتن نقشه نداره امکانیت‌های خوب برای برنامه‌سازا هست به فکرم البته که تاجیکستان عموما بازاری تنها تاجیکستان نه بازاری تاجیکانی سیاره کشاده است و برای آیتی تو لازم نیست در تاجیکستان بودن تو میتونی که در همه جا کار کنی دوست مهربان در همه جا مثال تو میتونی که شرکت سازی برای تاجیکان سیاره نوبسته از اون که تو در تاجیکستان هستی یا اینکه در لهستان هستی یا که در امریکا مثال بسیار از بچه‌ها هستن که برای تاجیکان بسیار برنامه را ساختن بیرون از کشور و خدا خواهد ما این زمان در نقشه ندارم رفتن دوشنبه برای مثال زندگی کردن این زمان ولی خدا خواهد اگر که ممکن 27 سالگی دارم اگر توانم که من آیتی آموز زیبا کنم بازاری آموزشی آنلاینی تاجیکستان رو گیرم اگر بعد میرم چون اگر تاجیکستان رو کمتر ریسکی است رفتن چون که اگر که در تاجیکستان زندگی کنی اگر که تجارت موفق نشود بعد کمتر بینان میابی بمونی اینجا دا اگر که برای مثال تجارت ما همین آیتی آموز اکوتلی 7 ماه اخیر مبلغم درآمدم نآوردیم ولی برای ما پروایی نداریم چون الکی یک روی درآمدی هم دارم وزیر شکر خدا ولی اگر که مثال دوشنبه روی کمتر تاجیکستان را کمتر مشکل میشود دا کمتر مشکل است نه اینکه بعد است بلکه کمتر مشکل شخصا خودی ما دا ولی اگر ما میداشتم $1,000,000 در صورت حساب البته که میرفتم اکا چند ساله اما 23 ساله دوست مهربان شبکه‌های تل چگونه اختصاص است استاد لایق شرالی گفته بود که تاجیک را با تاجیک شناسانیدن لازم شما چرا تاجیک با تاجیک شناسانیدن لازم شما چه نظره البته که دوستان مهربان گفت این است که متاسفانه ما شخصا با بسیار از برنامه‌سازان اون بچه‌هایی که در سایه مارکتینگی کار میکنن در خارج ما صحبت میکنیم بگاها ولی اونها نمیخوان که برای مثال محصولات سازن با زبان تاجیکی اگر نه برنامه‌سازان بخواد هستند مبلغی خوبی هم دارند ولی نمیخوان ساختن ولی ما از اون گونه آدما نیستیم خدا خواهد مقصد من همین خلاص که زبان تاجیکی رو با درجه ماکسیمال یاد گیرم و همین آیتی آموز رو این برای مثال اولین تجارتی من است که از کودکی که نو از دانشگاه ما بر اومدم 23 ساله و میخوام که بزرگ شود و بسیار آموختم
در حالی که ما از وی اگر میلیون هم درآمد نآورده باشم ولی ما آرزو دارم امید دارم در آینده میتونید کارم کنید در بانک‌ها با مثل دوسی مهربان وقتی که من رفتم دانشگاه اروپایی را تمام کردم من دیپلم گرفتم چرا که من روم برای دیگر بانک‌ها را کار کنم با من لازم نیست من میخوام که از خودم باشد شرکت ما باشد مقصد از ما است چرا که ما تو یام رویم برای دیگر را کار کنیم چرا که ما از خودمون نسازیم دوستی مهربان من طول 4 سال میشد ما برای دیگر را کار کردم طول 4 سال اکنون من حس کردم همین سال 2023 اگر همین دیپلم دانشگاه تمام کنم دیگر بس است من میگم مرا شاد میکند همین نوارهای یوتیوبی خودم مرا شاد میکند برای مثال آیتی آموز مرا شاد میکند شرکت خودم من میخوام که رقابت پذیر باشم با الف من میخوام که رقابت کنم با دیسی بانک مثال دیسی دوشنبه سیتی و من میخوام که مثال سوالی که مرا نوار میکنم هر یک قدم خود را حجت گذاری میکنم همان است میخوام که از ما باشد بچه‌ها خواهش میکنم که یعنی من میخوام در داخل ما آرزوی بزرگ است بسیار است و من میخوام اون رو عملی کنم و اگر با تاجیکستان روم با دیسی کارت و الف و اینا دا کار کنم تا کجای مرا نمیبرند و یا لکه شما خودشون ساختن و شرکت است که هزارها کارگر دارد برادر زبان انگلیسی آسان‌تر است چون که اگر انگلیسی رو بگیری اسپانیایی هم آسان‌تر است برای مثال possible difficult فهمیدی یعنی بسیار از همین کلمه‌های انگلیسی از لاتینی هستند و آنها آسان همین انگلیسی رو بگیری زبان اسپانیایی آموختن آسان است چون که اسپانی اینها هر جون قریب که خیلی هستند بله اسپانی گراماتیکش آسان‌تر است درست احمد درست است mi nombre es Rizo ¿cómo estás amigos muchas gracias es IT especialista برای مثال IT specialist por favor باز میگم که اسپانی اگر که انگلیسی یاد گیری اسپانی مثال اسپانی ما اون قدر زیبا نیست نظام من نمیگم که اسپانی ما زیبا است ولی من میفهمم اسپانی برای خود ما گیریم لهستانی ما اونقدر به درجه ماکسیمالی نیست ولی لهستانی ما میفهمم چند سال است ما گفتم کدوم مهربان ساحل تیجی ما 23 ساله هستم دوستی عزیز 23 ساله و طولی 4 سال میشد که ما لکه در شرکت‌های بزرگ تکنولوژی کار میکنم و لکه ما تجربه مهم رو گرفتم و خوش میکنم که یک مقصد دارم یعنی یک آرزو دارم که یک محصولاتی سازم که تمام تاجیکان اون رو استفاده برن با زبان تاجیکی ما چی اردام کردن میتونیم همچون مخلص همچون برادر تاجیک برای کمپانی خود رو پیش بری دوستی مهربان تو تنها براسی همین در محصولاتی که من میسازم یعنی تو مجبور نیستی که وای رو با ما کمک رسونی ولی ما تشکر زیاد دوستی مهربان سمیر که تو اینا فکر کردی ولی اگر که فکر کنی که همین ریزا گیویف نوار میسازد خب یا که کورس میسازد خب یا که معلمانی که پگاه در سامانه ما که ایتی آموز نام دارد در همون سامانه بیا گیریم ما معلمان انگلیسی زبان اینا را جمع میارم و ترو از اوجا از همون استفاده بره مثال در اوجا یک بار از روی خط گذار ببین که کنی سامانه کدام تگمه‌اش کار نمیکند سامانه کدام قانونش بد نیست اگر که وقت داشته باشه یعنی این مهم نیست و تنها در پست الکترونیک ما نویس که اگر ریزا یا که همین مشکل دارید چون که من مقصد دارم که همین ایتی آموز رو کو مقصد ایتی آموز چیز مقصد من است که یک پلتفرم سازم که چنون بقوت باشد که همین همه کار و بار دانشگاهی کشور رو تاجیکستان رو گیرند برای مثال ما میخوام که ارگانیزاسیون بقوت به مثل الف دیسی اینها بیاند و در سامانه ما با کارگراشون درس گویند و اگر پگاه هم که مثال یوتیوب از بین رود و یودمی دیگر دسترسی نباشه در تاجیکستان یعنی ما چیزی داشته باشیم همچون تاجیک زبانان با زبان خودمون یک سیستم داشته باشیم یک سامانه یک برنامه موبیلی داشته باشیم که همه آن رو استفاده برده توانند یعنی تاجیکان ما مثال ما وابسته نباشیم با امریکایی‌ها حتی اگر که خدا خواهد 27 ساله هم شوم 28 30 ساله هم شوم تاجیکستان هم برگردم اگر مثال ما تیار هستم که سرورهای که ما دو سرورهای ایتی آموز ما این زمان در امریکا هستن و یک قسم دیگرش در هلند و آنها رو میخوام که با تاجیکستان برم اگر در تاجیکستان سرورهای بقوت سازیم که امنیتی زیبا داشته باشن و از ما باشن پگاه وابسته نباشیم با یک بانک است
رضا وطن از کدام شهرش میشین؟ ما براسه ما در دوشنبه هم زندگی کردم، در ناحیه رودکی هم زندگی کردم و 10 سال حیات ما در ناحیه درواز زندگی کردم و گوسپانچرانی و کهدازی و کهکنی و کهکشی. اگر که شما بچه‌هایی که از دهه باشید میدونید که مثلا گاو و گاو مال و اینها. ولی ما 10 سال در زندگی کردم و قریب یک 8 سال دیگر در دوشنبه بعد قریب یک 5 سال میشود که در اروپا زندگی دارم، در لهستان، در جمهوری لهستان و شهر بیدگوشت. بهترین من بار اول خود رو به قد گرفتم در ایتی آموز، گذرواژه رو نفهمیدم باجستم دوستی مهربان. بله 100% چی نام دارد؟ یعنی گذرواژه این زیباست. گذرواژه پاس ورد، پاس معنی گذشتن یا که پاسته میگن که در فوتبال پاسته، واژه معنی کلمه است. یعنی این درست‌تر میاد. من خودم در اول با زلفقار که وای زباندان است و هم دانشگاه مثلا هم مؤسسی ما زلفقار دارد، اکای زلفقار نکتاش از ما کلان است هستند و وای زبان تاجیکی رو زیبا میداند و ما مثلا همون اکای زلفقار است که با ما کمک رساند با برنامه سازانمون تا که ما این برنامه رو تاجیکی کنیم. و تا ما مشکل داریم ولی خوش میکنیم که اکو عادت کنید تاجیکان سیاره، خوش میکنیم که گذرواژه رو یاد گیرید، بیای زبان خود رو یاد گیریم. در اصل و اینجا قطعی بله کارت استقامت قطعی بله دوستی مهربان ما کارت استقامت دارم و اگر یک نمیدونم 3 سال دیگر اگر زندگی کنم کارت استقامت بیوخی رو میگیرم و اگر کارت استقامت بیوخی رو گرفتم و همین ایتی آموزم همچون شرکت در همین کشور بقیه شده است و اگر کارت استقامت بیوخی رو گرفتم خدا خواهد حتما که بعد دیگر میتونم که از بالی کار کنم، از دوشنبه، از همه جا. منطقی بله منطقی اگر فکر کنیم گذرواژه پاس ورد. زنده باشید برادر، بسیار شدم از افیرتان. ای در حقیقت که سپاس. مثال ما لذت میبرم با بچه‌ها شناسیدن. این صحبت ها زیبا است که مثال از هموطنان خبردار میشوی، از دوستان آنلاینی با آنها در صحبت میشوی و مثال غریبی را شما اگر که بسیار در غریب باشید میفهمید که یعنی تنهایی کاری خوب نیست و تو باید که با انسان هایی که از تو هستن مثال از جای شما تو باید صحبت کنی. بله درست وقت آمده است که در زبان تاجیکی دیگر روسی، انگلیسی، ازبکی اعلان نکنیم. بله دوست میرم منم همین مقصد رو دارم و برای همین من آموخته ایستادم زبان تاجیکی رو این روزها و مقصدم به درجه ماکسیمالی حرکت میکنم که برای زبان تاجیکی رو یاد گیرم، کسبی باشد، چون که من میخوام که شرکت سازم برای تاجیکان، برای تاجیک زبانان. نوبستگی از شرکت آمریکایی مثل اکو این البته این که عیان است، دوستی مهربان، این که عیان است ولی به هر حال یک چیز داشتن از تاجیکان. مثال او روز یک بچک از روسیه زنگ زد و گفت که اکر ایزو ما باری اول میشود که پشته الکترونی confirmation of مثلا وقتی که تو در ایتیموز پیوست میشوی ما با تو سیستم با تو طریق اتوماتیک پیام میفرستد که لطفاً پشته الکترونیک خود رو تصدیق کنید و با زبان تاجیکی است. وای بچه که تاجیک است، از تاجیکستان است، وای همین پشته رو دید و در حقیقت که شد گفت اکر ایزو این باری اول میشود که من یک پشته میگیرم از سامانه تاجیکی با زبان تاجیکی و این ما رو در حقیقت که شد کرد. زن ندارید؟ نه این زمان زن ندارم و نقشه دارم زنگیر. یگان خانم پیشنهاد میکنی زبان انگلیسی را دارد؟ زنگیر هستم. تا نیافتم اون خانوما. سامانه ایتی آموز دومین تیجی. نه ایتی آموز نقطه کام دوستی مهربان دومین تیجی رو نگرفتیم چون که ما میخوایم که سامانه سازیم برای تمام تاجیکان سیاره و کام بسیار استفاده میشود برای تاجیکان سیاره، یعنی برای کام، برای عمومی. نوچهش باید گفتن که صدا است. البته ایتی آموز یعنی این برای آموزش های ایتی نیست. ایتی آموز یعنی آموز معنای آموزش است. ایتی تکنولوژی اطلاعاتی، اینفورمیشن تکنولوژی و ما همین ایتی رو استفاده بردن میخواهیم که سیستم آموزشی رو آنلاینی کنیم.
یعنی بله در اول تو فکر میکنی که آیتی آموز تنها برای آیتی نه، بلکه ما میخوایم که آیتی رو با آموزش یکجا کرده سیستم سازیم. این چونو بزرگ است. ما در بالاش فکر کردم. ما حاضی که قریب تا امروز ما 20000 تومان مصرف کردم از کیسه خودم و من نقشه دارم که باز یک مصرف کنم یک 10000 دیگر 15000 تومان دیگر با برنامه‌سازان خارجی کار کنم، با بچه‌های هندوستانی کار کنم، چون که باید لوگ جایزه با می‌نویسند ارزان‌تر از کریان ها. تو که همین سامانه را سازیم و تاجیکی کنیم اون رو و بعدا بله یعنی ابرقدرت‌تر مثال تو را میتونی که همچون معلم کورس سازی در اونجا گذاری. چقدر که یودمی کار میکند، کورسیرا کار میکند، سکیل شیر کار میکند. مثال چقدر در روسیه گیک برین است، همین گونه سامانه هست در روسیه. السلام علیکم اکریزو و علیکم السلام رویک 05. بهترین انا همین رو انتظار بودم. بله دوستی عزیز، یعنی این کار خیلی هم دراز است. این نقشه یک چند ساله است. نقشه یک ممکن 5 ساله باشه در همه این کارو کردن. ولی ما تو امروز تنها سامانه رو ساختیم و حرکت کرده ایستادیم که اون رو به درجه ماکسیمالی زیباتر کنیم. خب سلام شما دادر فاتحه. بله انگلیسی رو چطور زود آموزیم؟ شما چه خیلی مختلف اسمیربان انگلیسی رو یک نوار کردم چطور من زبان ها رو می‌آموزم و شما میتونید انگلیسی رو تنها آدما رو یابید، دوستان یابید که انگلیسی گپ میزنن. خب فیلم های انگلیسی تماشا کنید، با انگلیسی خونید، با انگلیسی نویسید. یعنی همین کارهای عادیه که هر روزا میکنم. خواهش میکنم یک بار همون نوار رو تماشا کن. من بسیار از توصیه خود رو در اونجا گفتم. چگونه چی نویگری دیگه که حاضرش تا دوستی مهربان قریب یک هفته گذشت که من دور بودم از شبکه‌های اجتماعی و در بالای سامانه آیتی آموز کمتر کار کردم و کورسی نوی که دارم ITF پلاس تاجیکی. ITF پلاس تاجیکی اساسای آیتی رو از صفر گپ میزند و با درجه کسبی با صفت بلند اون رو آماده کرده ایستادم و خدا خواهد با 15 ماه میخوایم که اون رو نشر کنیم و باز در سامانه آیتی آموز. و این زمان امیری دوست مهربانی ما که هم بچه که خیلی هم مهنت کش است، بچه که خیلی هم زحمت کش است، میخواد کاری برای تاجیکان کند در سایه آیتی. او هم اولین کورس خود رو پیشنهاد کرد در itamuz.com و پایتون است و او از صفر پایتون رو می‌آموزاند و بودسازی رو نشون میدهد. البته که شاید که برای خیلی ها به درجه کسبی نباشد ولی مهنت کرده است بچه. احمد رئیس کورس های آیتی آموز با کارت میر خرده که نمیشه. متاسفانه نه. اگر بچه‌هایی که شما از تاجیکستان هستید، از روسیه هستید، تاجیکان روسیه، متاسفانه من همچون مؤسس همین شرکت هر روز کار کرده ایستادم. من زلفقار دیگری هم مؤسسانم، امیری، همه بچه‌ای که مثال ما هستیم، ما مهنت کرده ایستادیم تا که همین رو یک کار کنیم که از روسیه پیوست کنیم، ولی متاسفانه ما نتونستیم تا به امروز. یعنی سیستم ویزا کار نمیکند، خب سیستم ماسترکارد کار نمیکند، پیپال کار نمیکند، همه اینها کار نمیکند در روسیه و ما نمیتوانیم که برای تاجیکان روسیه را خدمت رسانی پیشنهاد کنیم. عذر زیاد. ولی اگر شما کارت‌های تاجیکی را داشته باشید که ویزا باشن، شما میتونید که همه خدمت رسانی ایتیاموز رو استفاده برید. اگه چند ساله‌ای؟ من 23 ساله دوست مهربان. 23 ساله. هلو. متاسفانه من فارسی رو بلد نیستم یا که فارسی رو خوندن نمیتونم. اگر که فارسی رو با زبان انگلیسی نویسید با حرفای لاتینی میتونم خونده. هلو دوستی من که از ایران هستید یا اینکه از افغانستان؟ اویلوی در لهستان زندگی میکنید؟ نه دوستی عزیز، تنها قریب یک سال 2019 در سن 17-18 سالگی اومدم دانشجو و برای دیگر 5 سال میشه که در همین کشور تحصیل کردم و کار کردم و زندگی کردم و خدا خواهد در نقشه دارم که مادرم هم بیاید خبر گیرد رود، ولی کمتر همین کارهای ویزگی مشکل است ده، ولی خدا خواهد در آینده حتما حرکت میکنیم برای این تو که مادرم هم بیاد. ولی اولوی زندگی نمیکنیم، نه، در دوشنبه خانه داریم. برادر در این راه بزرگتون موافقت کنیم. تشکر زیاد دوست مهربان. محمد زکیر در کدام شهری؟ من در شهر بیدگاش جمهوری لهستان
اتحاد اروپا. در جمهوری لهستان اتحاد اروپا کشور اروپایی لهستان آلمان فرانسه لهستان یعنی که به زبان روسی پولشا به زبان انگلیسی پولند پولسکا به زبان لهستانی یستم پولسکا تراس امین نوشته افغانستان تاجیک. برای همین مرام با دوستی مهربانم که نام دارد کجا شد متفکر بود نه توصیه میتونم که خوش میکنم آغاز کنم. من با همه توصیه میتونم که برای مثال از خود یه داشته باشید، شرکت خود را سازید، نوارای خود را سازید، کتابای خود را سازید، درسای خود را سازید، مقاله خود را سازید. با چیکار مشغولی؟ من دانشگاه تمام کردم و این زمان همچون متخصص آیتی در یک از شرکت‌های لهستانی فاصله کار میکنم. تقریبا 4 سال میشد در هم سپورت و هم کیبر امنیت. Brother from Tajikistan or from Afghanistan, where are you from? I am from Tajikistan, but currently I am living in Poland, a city which is called Bydgoszcz. And yeah, I'm from Tajikistan. I love my country and I love all the Persian brothers. Thanks for coming in. Brother from Tajikistan? Yeah, I'm brother from Tajikistan. Where are you from, bro? Where are you from? Okay. کدام زبان ها رو میدونید؟ زبان انگلیسی رو میدونم. زبان روسی رو میدونم. Я тоже понимаю по-русски. Здравствуйте. زبان لهستانی رو میدونم. زبان اسپانی رو میدونم و زبان تاجیک رو میدونم. ولی از اینها تنها یک زبان رو به درجه کسبی میدونم که این زبان انگلیسی است. از دیگر زبان ها رو یعنی تنها به درجه صحبت کردن گیریم ده. سر و رود صفحه چی دای ای خواندنه؟ اینه ما در وای هستم چی نام دارد؟ در نزد تیرزه. برای همین در کیبر безопасность ما بسیارتر زبان‌های برنامه‌نویسی را استفاده نمی‌بریم، ولی اگر که وابسته به کدام درجه است، اگر که میدل سایبر سکیوریتی انالیست باشی یا که اکسپرت باشید، با تو حتما که لازم است پایتون رو، چون که تو در اونجا اسکریپت می‌نویسی برای ساختن یگان مالور. ولی اگر که جونیور باشی با مثل ما، با تو لازم است تنها یعنی دانش‌های اولی آیتی را دانستن. برای مثال از هجوم‌های کیبری فهمیدن. برای مثال وقتی که آدم‌ها کتا زیرک بودن، یک کس میفرستد فیشینگ ایمیلز و تو باید دانی که این در اصل فیشینگ ایمیل است یا اینکه نیست، یا اینکه یک کس برای مثال با همون سی او همون شرکتی که تو باید حمایت میکنی با وای فاصله با کامپیوتر وای وارد شدن، یا که لینوکس دونستان، کلی لینوکس دونستان، با مثال با سرور نتورکینگ دونستان، برای مثال آی پی ادرس رو دونستان. خب دونستانی اون من با نتورکینگ مهم است و همین سیستم اپلیکیشنی خصوصا لینوکس که این زیبا است برای کیبر امنیت. Okay, my brother, unfortunately, my brother from Persia, as I said, please write in English language because I cannot read Persian. I'm sorry. But if you can write in English, I would definitely reply to you, bro. خب نهیده بهباشی دیو هم از ساز دوستی مهربان بد نیست، زندگی رفته ساز است. ولی بسیار از موضوع مهم که بسیار زیاده از 60 کس بودن در پخش مستقیم صحبت کردیم. خوش میکنم که این پخش مستقیم رو شما میتونید از سری نو تماشا کنید اگر که وقت یافتید. ولی حاضر شاید که یک چند دقیقه دیگر اگر که بچه‌ها سوال دیدند و صحبت کنیم میکنیم، ولی اگر که نه بله از چت میرویم یا اینکه از صحبت میرویم. این وابسته از شما است. ولی امروز یک شنبه است و من میخوام صحبت کنم با بچه‌ها. دهاتی بوده رنگی ما. بله دوست مهربان دهاتی.
یگان بار گوسپانچرونی دا بودی یا کی نه؟ کور 5-2 است. چه خیلی یعنی کور 5-2؟ چی معنا دارد رویک؟ فیت فایر صحبت ما علاقه کردیم در باره برای مثال شبکه‌های اجتماعی ضرر اونها، یعنی یک چند موضوع داشتیم که خوش میکنم که اکنون با وای نمیتونم ما صحبت کرده وزیر قریب 2 ساعت اول یا 1 ساعت اول رو در اون باره گذروندیم. بله میتونی که اصلا تماشا کنید. وزیر تنها ما صحبت کردیم با بچه‌ها از شناسایی. سمیر میتونید برنامه‌هایی که در کامپیوتر از نشان دهید. اینی زمان نه دوستی میرم هیچ نمیتونم. 5 روز کار 2 روز ادیخ. بله 5 روز کار میکنم ما برای شرکتم. 5 روز کار و روز شنبه دم میگیریم، ولی در یک ماه همگی 22 روز کار میکنیم، قریب چند سال 4 سال. اما برای ایتی ما قریب هر روز کار میکنیم. ما ادیخ ندارم. 24 با فاز هم کار است. با شما صحبت دارم اینم کار است. Minutes of pleasure. My body, he's lazy. خودت کجای برادر؟ ما در جمهوری لهستان و یک شهر نام دارد ویدگاشت. بله ولی چی فکر داری وابسته با اچکیوی ما؟ یک ساعت 3 دقیقه دیگر صحبت میکنیم با چکوی چت. 3 دقیقه دیگر اگر اگه سوال باشد مرا اولی جناب بله. تشکر دوستی مهربان. کار 8 ساعت. اکنون کار 8 ساعت است، ولی اگر از خونه کی کار کنی هر 1 ساعت 5 دقیقه ما گیریم بریک داریم، یا اینکه همون چی نام دارد؟ بریک نیو تنفس داریم و 20 دقیقه خوراک داریم، یا گیریم برای خوراک خوردن لانچ، و گیریم همون دقت کاملا 6 ساعت میکنیم. 5-6 ساعت اگر که اداره روی هر روز راهگیری دیگر. بله تنفس. این خیلی ما در شرکتم همگی 5 ساعت کار میکنم و اما برای ایتی آموز با میگم که هر روز ما قریب 16 ساعت این خیلی کارهایی که مثال کار رو گیریم ما 100 ساعت میگذارم هر هفته. 100 قریب همین هفته ممکن کار کرده باشم 110 ساعت کار کرده باشم، ولی از وای تنها برای 8 ساعتش درآمد آوردگی هستم برای شرکتم، تا دیگرش تنها برای خودم است. یعنی این نوارها را ایجاد کردن، کورس را ساختن، ایتی آموز را ساختن، با مشتری ها صحبت کردن، اینا همش هم کار است، ولی فایده دارد و فایده مالی نه، تنها فایده معنوی گیریم برای آینده. نه دوستی مهربان، تنها وب صفحه‌اش هست. خدا خواهد تا آخر سال، تا آخر 2024 با فریم ورک فلاتا میخوایم که نویسیم هم iOS هم اندروید و چنان زیبا کنیم و که خیلی وقتی که وارد میشوی کو میگویی که همین بچه‌ها مهنت کردن. تاجیکی زبان خود منقطی من لذت میبرم همین برنامه استفاده با مثل برنامه الف موبی. تا آخر سال خدا خواهد حتما این نقشه را داریم و برای این مبلغ مهم است و شاید که 10-15 دوستان دیگر هم در اینجا مصرف کنم و باز آدم ها لازم است. در آینده با یک چند آدم ها دیگر هم باید کار گرفتن در کار است. بله رویک، یعنی اگر که از خانه کار کنی، مثال کار از خانه کار کنی، اگر همگی 5 ساعت 6 ساعت دقت میکنی در یک موضوع، ولی اگر که اداره روی هر روز از خواب خیز، راهگیری کن، اتوبوس رو، مترو، تراموای، یا که با ماشین اگر روی ماشین دیگر. بله دوستی مهربان، در نقشه هست این برنامه موبیلیش، هم برای iOS هم برای اندروید. از خاطر نبره که این کم ترک کار رو میگیرد و انرژی و آدمای موافق رو.
هیبرید بله در اینجا همین خیلی است ولی من هم مثلا یک چند شرکت‌های بودن که حتی مبلغ بسیارتر هم دو نظر با شرکت نیز ما کار دارم ولی گفتن که از اداره بیا و یا که 3 روز از خانه کار کن 2 روز از آفیس یا که 3 روز از آفیس 2 روز از اداره ولی به ما لازم نیست این چیز یعنی از اون که آرامی خود ما داشته باشم خانه خود رو داشته باشم بهتر است نظر با اون که کم ترک مبلغ زیادتر گیرم و وقت زیادتر مصرف کنم و انرژی زیادتر و دقت زیادتر برای همین مبلغ کمتر باشد ولی آزادی باشد با چی کارو های اوجاده بسیارتر آیتی خب مثلا برنامه‌سازی آیتی سپورت سرویس دسک کیبر امنیت یا سایبر سکیوریتی کلاود کامپیوتینگ دیوپس بسیار است نتورکینگ یعنی آیتی خیلی بزرگ است وب سرویس دسک در اینجا ساعت 6 دوستی مهربان 18 از 6 تا گذشت واسه ما باش میشونیم 18:08 محمدov راوی گفته است که پلان فول استک رفتن است امسال چی توصیه دارید ما فکر میکنم که این وابسته است تو دوست مهربانی وابسته است ایمان و وجدان و انصافی تو است اگر که تو شب خواب روی و گویی که بله من میخوام فول استک دیولپر شوم روی این کار انجام ده ولی آیا تیار هستی دشواری ها را راه ها را تحصیل ها را پس سر کنی چون که فول استک این مبلغ کلان میارد ولی این مسئولیت زیادی را طلب میکند و شرکت های ابرقدرت هم با آدمان نیاز دارند که وایها در حقیقت که ابرقدرت هستند اگر که مردک بر این تحصیل کنی متخصص بقوت شوی البته که را ولی از خاطر اینکه رقابت خیلی زیاد است در اینجا و جای کار گرفتن تو شانسش کمتر می شود اگر که دانش کمتر داشتی برای من توصیه میتونم که مثال را اول آغاز کن از آیتی سپورت یا که تجربه آموزی را یگان جای یگان کس در رایگان کار کن و بعد آهسته می روی با اون مکان فقط زبان شد دانستن در کاره ها یعنی زبان چیزا را سعید چی داره گفتم یک شهر نام دارد بیدگاشت در لهستان کار دارد و من در اونجا کار دارم اگر ایزا ما خودآموزی قطعی اینترنت کامپیوتر یاد گرفتم بله تو باید کورس ها رو خریداری کنی دوستی مهربان برای مثال کورس های رو خریداری کنی از معلمان بقوت برای مثال در یودمی خیلی هم اگر انگلیسی را دانی معلمان بقوت انگلیسی خیلی هم زیاد هستند اما با زبان تاجیکی ما تا نداریم ولی مثال برای ما آیتی آموز را ساخته ایستادیم که همون معلومات ها را در یک جا یک پکیج کرده و تو دهیم تو که تو آموزی مثال معلم رو یابی و آرزو و مقصد و مرام داشته باشی گفتم گپ ها میتوانی تحصیل کردن و تو لازم نیست دانشگاه رفتن آیتی رو در نظر دارم ولی اگر انگلیسی رو دانی برای نه آیتی آموز با تو لازم است نه دانشگاه های ملی بلکه همون میتوانی که یوتیوب در کورس ها از هر بوده است و یا اینکه رفته از یودمی یگان کورس رو در نرخ همگی $20 آمریکایی خرید کنی و برای بسیار چیزا تو را می‌آموزد چون که ما هر یک کاری که می‌آموزم از همین استک اوورفلو است از چت جی پی تی است از یوتیوب است از این مثلا ردیت هست از این مکان ها ما می‌آموزم براستی خیلی تیار شدم نظر به سالهای اول چخیل در خاطر بود هر گونه کار میکردم حاضر تنها تحصیل میکردم این زیبا است مهربان این زیبا است و بله به همین ما باید که این صحبت را باز کنیم دوستی عزیز تشکر زیاد به هر یک انسان به هر یک دوستی آنلاینی که امروز 144 دقیقه با ما بودن 145 دقیقه وقتی عزیزی خود رو در یک گذاشته صحبت کردم و با رضا بیر شناسیدم تشکر زیاد این ماه 2 پخش مستقیم دیگر می شود خودتون رو احتیاط کنید برای در تحصیلتون امیدوارم که از این پخش مستقیم چیزی گرفتید زبان می‌آموزید زبان رو یاد می‌گیرید آیتی را می‌روید عموما از زندگی آینده زیبایی می‌سازیم برای همدیگر تشکر زیاد شب خوش یا که روزی خوب باشه اگر که در اون طرف اقیانوس باشید بله تا پخش مستقیم دیگر
خیر تا بازدید دوستای مهربان. ساحل، سپاس با ساحل، سپاس با فارس، سپاس با احمد، سپاس با روید، سپاس با رویک، سپاس با ساروان، سپاس با سعید، سپاس با فطره، سپاس با احمد، سپاس با متفکر، سپاس با دوست مهربان ما تاج پرژن، سپاس با ابراهیم، سپاس با minutes of pleasure, minutes of pleasure, سپاس با سمیر، سپاس با دیو، سپاس با دوستی ایرانی من، سپاس با نهیدا باباشلی، سپاس با brother from Tajikistan، سپاس با کار، سپاس با محمد زکیروف، سپاس با سهیل تیجی. دوستان مهربان سپاس به هر یک شما براستی، سپاس به همه شما. خیر ابوبکر توشف خیر.